میدونن که تاجیک صاحب نداره، برای همین کارا میکنه. همین ان شاء الله که شما صاحب داره، صاحبتون هست ان شاء الله. اول خدا ما هستیم. امیدوارم که در این ثواب شما خوش میشید عزیزای دیگ، چون که ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مردمایی که از دیگه منطقه آمدن از مسکوش که اوبلاست اون طرف شرایطی برگشت رفتن ندارد، گیرید خانه به خانه تقسیم کنید. مرکز تاجیکان یک مرکز دیگر باز کردگان، ان شاء الله از اونم خبر میدیم. دوستایی که در طول هستن ان شاء الله کمک دریافت میکنن. خب بچه‌ها رو ببینید، بچه‌ها خدمت کردن برای شهروندای ملت دعا کنید. آرام شدید، آرام گرد زنید. بعد جنازه شوهرتون اینجا بردن. اینجا بردن. داد میزنید که مردم از شما راضی است. من این مادر چی روش اومده در اینجا؟ بیچاره شوهرش جنازه‌ش بردن، خودش اومده بود اینجا. دستاش لرزان مجبور است که کار کنه برای یک لقمه نان. وقتی اون رسیده است که به هم آییم، وقتی اون رسیده است که دستی که همدیگر رو بگیریم، به خانه همدیگر به مهمانی بیاییم و کاری کنیم که نگذاریم این ملت در این کشور خاروزدون گردد. چی بهتر هستی؟ مبارک شما این پالات گذاشتی. چه؟ سر چی خیلی سر؟ باید یک خراب بر میره. خوبه که مجبوری کار کنی. مهاجری که شب در بالای بیتان و در بالای کردان خواب می رود، بچه های مسکو سیتی دردی اون مهاجر فقط مهاجر میفهمه. اون کسی که در مرسدس گلن واگن میگردد با بیباهای رنگارنگ در رستوران ها هیچ وقت نمیتوند حس کند که مهاجر چه حال دارد. وقتی مادر با دو فرزندش برای من زنگ زد و گریه کرد، گریست که پول خانه را داده نمیتوند و گفت که گرسنه است، تشنه است و روزه‌دار است و امکانیت ندارد. حالا در این حالت باید ما چیکار کنیم؟ کی مردم ما، ملت ما تا این حد پایین غلطیده بود، تا این حد بیکس و بی صاحب مانده بود. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه.
معمولا هر هفته روز پنجشنبه ما کوشش میکنیم که برنامه دیدگاه را با شما گذرانیم. در دیگر روزها ما فکر و اندیشه خود را میگوییم و درباره موضوعهای داغ روز تحلیل های خودمان را برایتان پیشکش میکنیم. اما هر هفته روز پنجشنبه ما برنامه تحلیلی دیدگاه را با شما تماشابینان گرامی میگذاریم. یعنی شما، هر یک نفر شما شریک برنامه ما هستید، میتوانید برابر ما ابراز اندیشه کنید و فکر و ملاحظه های خود را در برنامه ابراز نمایید. برای این تنها به شما لازم است که لینکی که در پایین نوار گذاشته شده است، لینک استریمیارد را انگشت زنید و با راهنمایی همان لینک وارد برنامه ما، وارد استودیو شوید و سخنرانی کنید. همچنین اگر این کار را نتوانستید، این به شما میسر نشد، شما میتوانید توسط رقم‌های واتساپ و ایما به ما زنگ بزنید و وارد برنامه شده سخنهای خود را بگویید، حرفهای خود را به گوش عالمیان برسانید توسط برنامه دیدگاه. تماشابینان عزیز، موضوع امروزه ما عزت امان و امنیت مرزی است. عزت امان درست فهما، ولی امنیت مرزی به عزت امان چی بستگی دارد؟ بستگیش را در تمامی برنامه حتما به شما خواهیم گفت. حالا ببینید، روز گذشته نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. در نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده درباره عزت امان بازداشتش سخن گفت. به سوال ژورنالیستان جواب گفت و گفت که عزت امان استرداد نشده است، بلکه چی گفت؟ چی گفت عزت رمضان رحیمزاده؟ بیاید با هم گوش کنیم. دوم گفتید مسئله عزت امان مراتبه گذشته گفتیم که اون دستگیر شده است همچون جنایتکار برای خلابی علاقه پرونده جنایتی تفتیش شدش گیم که قریب که به اتمام رسیده است. زیاده از 15 نفر جبریدگان عرض کردن که دام فریبیان افتادن و بعد از اینکه من فکر میکنم پرونده جنایتی با بررسی سود اولی پیشنهاد کرده می شود و از رفتی بررسی پرونده جنایتی البته شما آگاه می شوید. استرداد نه سوس پرسید چی میخواهید شما استردادش کنیم به اون طرف وای بازداشت نشده است، وای دیپارتاسیا شد برای بود و باشی در جمهوری در دولت فدراسیای روسیه ویران کردن قاعده بود و بوش با تاجیکستان دیپارتاسیا شده است. در اینجا برای اونم جنایتایی که ما گفتیم دستگیر شده است، تفتیشات ادامه دارد با روزهای نزدیک. به پای خود اومده نمی شود، با جایی که باشه با پای خود می بیوید. اگر دستگیر هم شد با پای خود می بیوید. لیکن و از طرف مقامات های حفظ حقوق روسیه دستگیر شده برای ویران کردن قاعده بود بوشی امون روسیه با تاجیکستان استرداد شده نیست، دیپارتاسیا شده است. استرداد شده نیست، دیپارتاسیا شده است. استرداد شده نیست، دیپارتاسیا شده است. فهمیدید تماشابینان عزیز؟ برای ویران کردن قاعده های باد و بوش در تاجیکی همین خیلی گپ است. استرداد شدگی نیست، دیپارتاسیا شدگی است. استرداد شدگی نیست، دیپارتاسیا شدگی است. یا بگیرید وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت استرداد نه، دیپارتاسیا شدگی است برای ویران کردن قاعده های باد و بوش. فهمیدید؟ جرمی عزت امان را این طبق متهم کنی
رسمی است. این رسما برای ویران کردن قاعده های باد و بوش از روسیه به تاجیکستان فرستاده شده است و در حال او را در تاجیکستان بازداشت کرده به قلابی متهم کرده هستند. در حال و نه، اینها هیچ وقت او را از روسیه گرفته آوردگی نیستند. با دو دست ادب با پای خودش عزت امان به دهان اژدها خودش را پرتافتگی است. خیلی که همه شما میدونید عزت امان چند پیش اعلان کرده بود که او ویزی شنگنی دارد و کدام از کشورهای اروپایی خواهد رفته میتواند. اگر در روسیه استردادش کرد میتوانست به کشورهای اروپایی رود، از کشورهای اروپایی یا از کشور سوم پناهندگی پرسد، چون که میدونست، چون که خودش اعلان کرده بود که در تاجیکستان او را چی انتظار است. چه خیل او به پای خودش به تاجیکستان میرود، چه خیل میتوانست خواهش کند که او را به تاجیکستان نفرستند، به کشور سوم بفرستند، چون که در تاجیکستان چی است، او را چی انتظار است، او را شکنجه انتظار است، فشار انتظار است، لط و کوب انتظار است، حتی کشتن، حتی مرگ، حتی قتل یعنی انتظار است. خودش یک شخص سیاستمدار اکادمی دیپلماتی نزد پرزیدنت فدراسیون روسیه شهر مسکو را ختم کرده است. نامزد علوم سیاست شناسی است، نامزد علوم سیاست شناسی است. یک شخصی که چیکار کردنش را میداند در این حالت خودش را به همین حالت میدهد؟ نه، البته شما نبرده باشید. شما که دپارتاسیون را از استرداد فرق نمیکنید، شما که بود باش را از باد و بوش فرق نمیکنید، از کجا میدونید که قانون چی است و از روی کدام قانون باید عزت امان به جوابگری کشیده شود؟ از کجا میدونید؟ شما دپارتاسیون را از استرداد فرق کرده نمیتونید، بود باش را از باد و بوش جدا کرده نمیتونید. شما مگر از روی قانون رفتار کرده میتونید؟ نمیتونید البته. و حالا ببینید عینی حال وضعیت عزت امان نهایت وزنی است. چرا ما امروز درباره عزت امان میگوییم و هم به همین موضوع امروزه امنیت مرزی را همراه کردیم؟ برای چی؟ حالا خواهید دونست تماشابینان عزیز. عزت امان را حالا فقط درباره قلابی گپ زده شدن، یعنی چند کس را فریب کرده است. 630,000 روبل روسی و $1,000 امریکایی دست به قلابی زده است. چند کس را گویا فریب کرده است، پول چند کس را گرفته است. 15 نفر انیخترش گفت وزیر کارهای داخلی. و حالا پروندهش، سنجش پروندهش در حالت اتمام یابی است و به سود عالی گسیل کرده می شود. البته حالا به نزدیکی تا 2 ماه دیگر حبس عزت امان را تمدید کردند، ولی اینها عزت امان را سر دادنی نیستند. تا 2 ماه دیگر برای آن تمدید کردند که یک کاری کرده بدون خلل استقلالیت را گذرانند و انتقال قدرت کنند که بعضی چیزها نقشه هاشون هست، شاید این شود شاید نشود، شاید تا انتقال قدرت انتقالشان از قدرت به صحرا شود، از قدرت به زندان شود، این خودشان. اما حالا پیش راهی همه تهدیدها را گرفته ایستادند. هر چیزی که مینیمالی به طور مینیمالی به اینها خلل میرساند پیش راهی همه اینها را گرفته ایستادند. حالا یوسف رحمان در اروپا اینجا به اینجا دیدگی دارد، به یکی سرخم کرده ایستاده است، به دیگری چند ورقها آوردگی است، دیل ساخته آوردگی است درباره چند نفر و چند کس که اینها آدم‌های واهمه‌ناکند، وحشت انگیزند، دهشت انگیزند، اپسنی هستند، اینها را باید به تاجیکستان استرداد کنی به ما بدهی. حالا گویا
یوسف رحمان با گوسفندهای قربانی به اروپا رفتگی، از استریا و پولشا آمد و خواهش کرده ایستاده است که حالا با نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا واخوری کرد، گفته ایستاده است که باید اینها را به جلسه های کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا راه ندهید، چون که هر وقتی که اینها به کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند با دلیل های خنده آور، با برآمد های خنده آور، بچگانه، بی‌سوادانه در پیش سخنرانی های حتی عادی ترین نماینده مخالفین مات و محبود میمانند، پیش راه این را گرفتن میخواهند. خوابتان را به آب ببرید. حالا ببینید عین حال بجز قلابی دیگه جرم ها را به خاطر چی اینها باز هم بازداشت عزت امان را تمدید کردند؟ به خاطر آنکه یکی این باشد که پیش راهی همه تهدیدها را بگیرند، دیگر این است که باید اینها چند جرم دیگر را یافته چسبانند. حالا سخنرانی های بعضی از سخنرانی های عزت امان را اینجا ما به خاطر آن پیشکی آوردیم که تماشاگران عزیز از داخل سخنرانی های عزت امان اینها جرم کافته ایستادند. حالا بعضی از سخنرانی عزت امان را که از داخل آن جرم عزت امان را گویا یافتند، گویا به اکسپرتیزه زبانشناسی دادند، از آنجا جواب دادند که در چندی از سخنهای عزت امان تهدید به حکومت کشور هست، تحقیر به سرور کشور هست و هکذاها. حالا این خیلی گپا برآمده ایستاده است، خبرش را به ما رسانیدند. یک چیز دیگر این است، ورسی سوم این است که تماشاگران عزیز درباره عزت امان در تاجیکستان اگر عزت امان را آزاد کنند هم عزت امان به کلی آزاد بوده نمیتواند. برای چی؟ برای اون که در روسیه شهادتنامه روسیهش بیکار شده است، دیگر اعتبار نداره، دیگه او شهروند روسیه نیست، بازگشتش به روسیه مثل بازگشت کرامت الله شریفوف پرابلم می شود، یعنی بازگشتن نمیتواند به روسیه به آسانی. برای این خیلی کار کردنش در کار است. چیز دیگر این است که در تاجیکستان بماند هم به هیچ کجای دنیا برآمده نمیتواند. همچون شهروند تاجیکستان شهادتنامه خارجی گرفتنش در کار است و برآمدنش به بیرون هم شاید به آسانی دست ندهد، شاید مقامات اجازتش ندهند و در تاجیکستان یک شخصی دست بسته و زبان بسته و پای بسته میماند. این را حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته ایستادند. اما تماشاگران عزیز، هموطنان گرامی، مهاجرانی که شما نانآور کشور هستید، خواهش میکنم به این نقطه دقت دهید، به این نقطه اهمیت دهید. در هر جایی، حتی نه در خارج بلکه در تاجیکستان باشید هم به عادی ترین پرابلمی که در شما، پرابلمی حقوقی که در شما پیدا می شود، به شما ادوکات لازم می شود. در مسائل مناقشه اولیوی، حجت نگاری و حقوق زمین، انداز، تجارت، در همه همین حالت ها وقتی که مشکلی به میان می بیاید به شما ادوکات، وکیل دفاع لازم می شود. حالا ببینید در روسیه اکثریت نفرانی که با ما در تماس هستند میگویند حجت ندارم، حجت نکردم، به حجت کنی صرفم نرفتم، حجتم مهلتش تمام شد، نفهمیدم که دوامش چیکار کنم و هکذاها. این خیلی ها تقریبا نیمی از شهروندان تاجیکستان در روسیه را تشکیل میکند. نیمی از مهاجران تاجیک در روسیه را تشکیل میدهد. حالا ببینید دیروز بود یا پریروز بود، طبیب شناخته کشور عبدالله دولتوف در صفحه فیسبوکش نوشت که حالا یک رسانه روسی
یک شبکه تلویزیونی روسی طلب کرده ایستاده است که یگان نفره باشد که در روسیه قانونا زندگی کرده است، قانونهای روسیه را نقض نکرده است و سن سالش به سن نفقه رسیده است. میخواهم با ما تماس گیرد و در این شبکه تلویزیونی برآمد کند. حالا ببینید، من حتما این را پایان را نگاه کردم که کسی هست که انا من گفتگی باشد. تا آن وقتی که من پیگیری کردم این را، کسی انا من هستم، قانونهای روسیه را بدون نقض به سن نفقه رسیدم و در اینجا چندین سال است که زندگی میکنم گفته ننوشت. شاید حالا نوشته باشد، نمیدونم، لیکن ننوشت. باشد هم خیلی عدد کم است. این برای چی است؟ این برای آن است که در کشور روسیه به ما وکیل دفاع خیلی نمیرسد. در منطقه ها ما اگر به یگان جنایت متهم شویم، به یگان جرم، به یگان قانون شکنی، حقوق ویران کنی متهم شویم، حتما به پیش ادوکات های روس میدویم. حتما به پیش ادوکات های روس میدویم که متاسفانه نه همیشه آنها هوسمند به این هستند که از حقوق ما دفاع کنند. حقوق عیبدار کننده دولتی رو یک سو مانند و از حقوق ما دفاع کنند. نه همیشه آنها آماده به این هستند. و ما حتما به نفران نیاز داریم که از بین ما باشند، زبان ما را دانند، زبان آنها را دانند، حقوق ما را دانند و چگونه محافظت کردن حقوق ما را دانند. شخصان حرفه‌ای باشند که همین عزت امان بود و 1 2 3 4 5 گفته شمرده نمیتونسته. همین انگشت یک درصد بسنده بود که عزت امان ها را در مقیاس فدراسیون روسیه بشماری. در 83 سوبیکت روسیه اقلا 83 نفر وکیل دفاع نداریم. در 83 سوبیکت روسیه 83 اون طرف ایستاد 8 نفر نداریم مثل عزت امان. 8 نفر کجا؟ عزت امان را بردن، تمام گم شد، تمام همه خاموش. حالا می نویسی اکا جان مرا پیگیری دارند، اکا جان تلفن های مرا تفتیش دارند، اکا جان مرا آموخته ایستاده اند، از پیم آدم فرستادگی هستند. تمام ادا. حالا چند وکیل دفاع دیگر از پی چی خودش است، کجا به سرش خلانت که بلا نباشد، و همین حالت دچار شدگی است. اما عزت امان چگونه بود؟ عزت امان آشکارا گپ میزد، آشکارا از حقوق مهاجران دفاع میکرد، آشکارا به سفارت تاجیکستان، به مقامات زیردخل روسیه مراجعت میکرد و میگفت که این گونه مشکلی وجود دارد. بله، او را گرفتند، بردند، حبسش کردند به قلابی. همونهای بردن با جرم قلابی حبسش کردن که شاید در مدت 20 سال، حالا من عزت امان را میشناسم، همچون یک اکام احترامش دارم، میشناسمش و چندین بار همنشینی شدگی هستیم، هرچند کم هم باشد در تماس هم بودیم. اما همیشه پیشنهاد عزت امان از ما بود که همیشه از روی قانون کار کنیم، از روی قانون رفتار کنیم، به عملهای تند دست نزنیم. بعضی از گپ‌های تندی ما را میگرفت، میگفت که به من این گونه مناسبتتان معقول نیست، باید یک کمی ملایم باشید، باید یک کمی در چارچوبه قانون رفتار کنیم، از چارچوبه قانون نبریم و حقوقهای دیگر. اما چیکارش کردن؟ همون هایی که شاید 10 ساله خطاگی های عزت امان را یک جا جمع کنید، به یک ساعت قلابیشون برابر نشود، بردن همچون قلاب متهمش کردن. ببینید در چی شرایط، در چی حالت است. حالا عزت امان همیشه از مرز میگفت، درباره مرز درست هم میگفت
و چگونه از دفاع کردن مرز با دل گرده، با شجاعت، با جسارت برآمد میکرد درباره مرز. و تا اون وقتی که عزت امان در گپ بود، سخنش را میگفت، حرفش را توسط شبکه‌های اجتماعی میگفت، اونی که در سرحد با قرقیزستان به وقوع پیوستگی نبود، تا این حد آمده رسیدگی نبود. زبان عزت امان ها را بستند، مهر زدند، بردن کنج زندانش کردند. بعد این گونه حادثه ها به میان آمد. این گونه حادثه ها در مرز با قرقیزستان به میان آمد. حالا ببینید نهادهای تاجیکستان، نهادهای حکومتی تاجیکستان، وزارت ها، کمیته ها گزارش داده ایستادن، نشست های مطبوعاتی برگزار کرده ایستادن. طبق گزارش وزارت مالیه در 6 ماه‌های اول بودجه تاجیکستان به مقدار 70 میلیون سومانی به فکرم یا دلار باشد نمیدونم، 70 میلیون سومانی به فکرم زیاد پول وارد شدگی به بودجه تاجیکستان. حالا که بودجه تاجیکستان همیشه چگونه پر میشد؟ پر نمیشد، در حالت ندستت که بود. همیشه در 6 ماه هم، در 1 سال هم همین خیلی بود. همیشه نارسایی در بودجه تاجیکستان بود. اما در 6 ماهی در حالت کرونا ویروس در بودجه تاجیکستان این را ببینید که بودجه اجرا شده است، اما با باز زیادتی اجرا شده است. کارشناسان چی میگن تماشابینان عزیز؟ به این اهمیت باز بعد از این با هم صحبت بکنیم. کارشناسان چی میگن تماشابینان عزیز؟ کارشناسان میگن که سرحد قرقیزستان بسته شد. دیگر منپلیستان، کسانی که سوزشواری و دیگر مواد خوراکه را به تاجیکستان وارد میکردند، با طور قاچاق وارد کردن نتوانستند. بله، وارد کردن نتوانستند. و اینها که یگانه جایی با طور قاچاق وارد کردنشان همین گذرگاه مرزی از قرقیزستان به تاجیکستان توسط گذرگاه در ولایت سوغد بود. این راه بسته شد. اینها دیگر با طور قاچاق وارد کردن نتوانستند و مجبور شدند که مواد خوراکه، مواد سوزشواری را به طور رسمی وارد کنند. وقتی که به طور رسمی وارد کردند، اینها مجبور شدند که انداز را پرداخت کنند. وقتی که انداز را پرداخت کردند، به سبب اینکه اکثریتی بودجه تاجیکستان را انداز پر میکند، طبیعی است که با طور نظررس بودجه تاجیکستان پر شد بدون کسر بودجه. در 6 ماه دیده ایستادید بدون کسر بودجه. اکنون ببینید با بسته شدن یک مرز در شمال کشور، دست این دزدها کوتاه شد. دزدهای بنده امام علی رحمان کوتاه شد و مجبور شدند با طور رسمی مواد سوزشواری و دیگر محصولات را وارد تاجیکستان کنند و بودجه تاجیکستان به طور رسمی پر شد. فهمیدید؟ سبب نارسایی کسر بودجه. حالا در حالت کرونا ویروس قرار داریم. حالت اقتصادی بسیار کشورها وخیم است، وزنین است. در همین حالت وزنینی نسبت سالهای پیشتر پیشروی در تاجیکستان دیده می شود. این هم یک مایه خرسنده است. فهمیده ایستادید؟ پیشروی دیده می شود. پیشروی چی است؟ یعنی کسر بودجه نسبت به چی است؟ نسبت به سالهای پیش کم است. نه کم است، بلکه زیاد اجرا شده است. یعنی اگر این منپلیستان، این عائله رئیس جمهور ندزدد، با طور قاچاق گذرانیده، از انداز سرکشی نکند و انداز را سپارد، باج گمرکی را سپارد، ما خیلی پیش می رویم. کسر بودجه دیده نمی شود. فهمیده ایستادید؟
به خاطر چی؟ اینها میخواستن زبان عزت امان را ببندند. حالا ببینید در مرز با قرقیزستان شرایط، در مرز با افغانستان شرایط چگونه است. در مرز با افغانستان هم او عزت امان را بردن، محکمش کردند و چند نفر دیگر را بردن، زبانش را بستند. بعد از آن چی شد؟ مسئله 90 کیلو طلای و 15 میلیون دلار رو اینها قاچاق اینها به دبی و به کشورهای عرب در فرودگاه تاجیکستان افشا شد که از افغانستان گذرانده آوردند. افغانستان را کی محافظت میکند؟ سرحد افغانستان با تاجیکستان را کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با سرداری سیمومین یتیموف. یعنی قاچاقگری مواد مخدر و قاچاقگری دیگر چیزها مثل طلای، مثلا پولهای قاچاقی. طور سرحد تاجیکستان را سیمومین یتیموف حفظ کرده است که به مقدار بزرگ طلا، به مقدار بزرگ طلا و به مقدار کلان مبلغ تا به فرودگاه دوشنبه آمده رسیده است. در فرودگاه دوشنبه سیمومین یتیم حالا در وظیفه است، کارمندانش در سرحد حالا در وظیفه هستند. نفرانی که در فرودگاه کار میکردند در همدستی با قاچاقگران متهم شدند. فهمیده شدید؟ سیمومین یتیموف در جایش ایستاده است. اینها وطن فروشان، سرحد فروشان در کار هستند، در وظیفه هستند. رمضان رمیزاده در وظیفه است، سیمومین یتیموف در وظیفه است. عزت امان نیکی هر روزه میگفت که از وارخ حفظ میکند، از مرز حفظ میکند، با مهاجران میرود. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان اجازه دهد مرز را حفظ میکند، حالا در زندان است. بیایید تماشابینان عزیز با هم دوام برنامه را گرفته میبریم. حالا همین برادر با نام یوسف برابر سر کردن برنامه وارد برنامه شدن. یک نفر دیگر از وارخ وارد برنامه شدگی هستند و چند نفر دیگر حالا در استودیو انتظار هستند. چند نفر از واتساپ زنگ زده شدند. وقت شما را نمیگیریم تماشابینان عزیز. حالا به سخن سر میکنیم. فقط از یک شما خواهش این است که پیش از آن که با شما صحبت را سر کنیم، خواهش میکنم نفرانی که اینجا ما را تماشا کرده ایستادید زیاده از 1000 نفر، لیکن لایک را پخش کردید همگی 600 نفر. لطفاً بیایید همگی به یک بارگی تگمه لایک را پخش میکنیم. از 1000 نفر میگذاریم. نفرانی که تگمه لایک را پخش کردن بیایید دیزگلای را پخش کنید. عملش کسانی که حالا طرفدار ما نیستید، طرفدار این سخنرانی ما نیستید، اما در برنامه هستید تماشا کردید، بیایید دیزگلای را هم پخش کنید. کسانی که ضد برنامه ما هستید اما بی‌طرف نباشید. بی‌طرفی میگن بی‌شرفی است. بیایید پخش میکنیم تگمه ها را. و کسانی که به کانال یوتیوبی ما آبونه نشدید خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید. این گونه برنامه ها را تنها در کانال پیام تیوی میبینید. و برادران عزیز خواهش از شما همین است که در وقت سخنرانی از یکایی که شما خواهش میکنم که رکلام را باید رعایت کنیم و هر یک نفر نباید از 2-3 دقیقه زیاد گپ زنیم. خوب شده است؟ سر کردیم رفتیم. برادر یوسف بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در روی عزت همون خیلی گفتنیم کمی خیلی دستگیر نکن، طرفدار نکن، برام خب بردن محکمش کن. اگر کم تر که خلق چیز میشه نشان میدادن موجی رو چیزشون کم تر دیگه شاید که هویش میکن یا که اون من رویش میکن به روسیه. یک مسئله. دیگه مسئله ما یک پیشنهاد دارم، شاید که خیلی بشه و شاید که نشه. امی وقتی که برای اینترنت مردم در فیسبوک برای نرخ اینترنت در فیسبوک چیز کردن، پتیسیا کردن، همه امضا پارک جمع کرده چیز کرد. ما هم نمیتونیم خیلی اگون شکایت رنگی مثلا ما شکایت رحمانوف داریم. رحمانوف هم قلابای خیلی که در حق عزت امون مثال گفتن قلابای یا ما قرض رسومی ما را گرفته به دلیل به چی ما هم میتونیم شکایت کنیم. ممالکی
و خلابای شما مورد رسیدگی اومدن با چی بکشن با سود بکشن سود جهانی یا که یاتیموفا شکایت کنیم نو گرانگی نیهونیه کو با ما را سناریو مینایسا بود بوش فارنا میکنه کی دپارتاسیای استردور توبکم یو رایگ جومیوران مخصوص میکوان میوانشون جارتیوی اینای نیهونی یاتیموف یگون تاشکو اینای بیکس هابو یورا وافیما که مخصوص موالی میکوام یوا برای که خیلی بکوی نمیوی داتو جیشن خیلی ودام این دیوماگی ربی اگر صرفم روان که کار گجا رفته ایستاده است وضعیت کشور گجا رفته ایستاده است اینها در وظیفه نمیستند برای چی برای اینکه گرنگ های به حکومت لازم هستند که فقط همین دست پیش بر کرده توانان تمام خوب گفته توانان تمام آدمی دانا در کار نیست است آدمی دانا همش باید مهاجر شود در به در شود سرسان و سرگردان کوچروک شود اگر امی فکر بشه به نهایت خوب میشود مثلا ایران ممالی رامون شکایت کنیم امضا جمع کردن مثلا مردم کو برای هر چی امضا جمع میکنیم ممکن امی پیشنهاد بشه مثلا امضا جمع میکنیم چند صد هزار شوه مثلا چند هزار شوه بریم دستور جهانی بتیم بگیم ما شکایت داریم ممالی رامون سود دابتنش مثلا از کبیری گفته که ما آدمایی هستن که دل ایران برای سود جهانی تیار کردن و این همیشه ضربه میشه برای او را دبرش یک چیز دیگه میشه مثلا سلامت باشیم. تشکر به شما. برادر وارخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. کیش جان خوب هستید؟ سال هستید؟ تشکر به شما. بفرمایید. من پیشنهاد داشتم که همین در یوتیوب دیدم عسکرای ازبکستان رفت همین دخترای تاجیک را برآورده نان و چی میگم اصل داده و شعر خواندن غزل خواندن پیشواز گرفتن شعر سرود خواندن بله های را دیدم ها چی لازم است آخر یا ها کلا نداره همین دخترای برآورده نمایش میتن برای عسکرا بله بسیار به موضوع عجایب داخل کردید این مسئله هست که در تاجیکستان نهایت دردناک است نهایت دردناک است اینها کسل شدگی هم میفهمید بیمار شدگی هستند یعنی شما نگاه کنید اون روز یک همکارم در همین باره گپ زده ایستاده بودند در چکوتکه اینقدر از دور هستند اینقدر همون مناسبت های خیش و تباری یعنی زن و شوهری در همون خیش و تبار اینقدر زن و شوهر شدن اینقدر نزدیکان زن و شوهر شدن که خیلی همین مشکلی ها پیش آمده است مشکلی های سلامتی پیش آمده است یکی مثلا گرین این دور قدش پاس دیگری پویش تاج دیگری همین خیلی شخصانی زیاد تولد شده‌اند و اینها به خلاصه آمده اند که نفرانی که مهمانانی که میروند محرم های خود را به مهمانان پیشنهاد میکنند تا اینکه از مهمان های صحتمند رفته خونشان را آمیخته کنند و نسل های صحت به دست بیارند. حالا چکته ها در چکوتکه همین خیلی عادت علاقه چندین سالها ادامه داشته است مهمان میرفته است جنس های لطیف خود را پیشنهاد میکردند به مهمان. حالا این حکومت جمهوری تاجیکستان از همون چکچه ها فرق نکرده ایستاده است و آنها شاید این چیز یک عادت معمولی باشد یگان جرم نباشد یگان بی‌حیایی نباشد یگان ناموس نباشد یک تردیتس باشد آخر در ما این ننگ است آخر در ما این عمل ننگ است ننگ اینها این رو نمیفهمند بیمالال
همین مسئله حربی اساساً یک سیستم مردم سالاری است، مرد سالاری، یعنی بیشتر مردان در اونجا هستند. همونجا برده بجز همین اسرائیل و چند کشورهای دیگر زنها در خدمت حربی خدمت نمیکنند، خیلی کم. در بعضی همین نهادهای مخصوص حربی به کار جلب میکنند زنها را، اما در خدمت حربی بیشتر مردان خدمت میکنند. چی در کار است دخترها را به اونجا بردن؟ چی در کار است همون افسرانی که 5 ماه، 6 ماه، 8 ماه و 9 ماه و 1 سال و 1 نیم سال از نزدیک زن ندیدن، پیش اونها دخترهای قدرت بردن. دخترای 16 ساله است، 17 ساله است، مکتبی است. به همین نمیشد؟ میشد. اینها به همین حالت رفته رسیدگان، به همین حالت بی‌ناموسی رفته رسیدگان. خیر میشد حتما تیفی زن اگر پیشواز گرفتنی باشد یک گروهی مخصوصی پیشواز گیرنده سازه، همین رو روان. این هم باشد چی در کار باز یک جایی که مرد رو پیشواز گرفتن در کار مردها روان، یک جایی که زن رو پیشواز گرفتن در کار زنها روان، یک جایی که آمیخته زن و مرد پیشواز گرفتنش در کار زن و مرد. لیکن این چی به شرمی، چی به حیایی است کی رو عسکری ازبکستان رو دخترهای قدبرسی تاجیکستان پیشواز میگیرن؟ میمرید خودتون پیشواز گیرید، دخترهایتون رو پیش نکرده. رو بفرمایید برادر. میبینید و میسپید چی در کاره؟ یک والله در وارخ هستید یا در روسیه؟ در روسیه. وارخ چی میکنید؟ از وارخ چی گپ است؟ میگن صدای تیر رو طول 3 روز است که شنیده ایستادن، تیر پرانی. سحر با من یک نفر از وارخ تماس گرفتن، گفتن که صدای تیر رو شنیده ایستاده ایم، تیرهای دایدو حتما آمده ایستاده است، خیلی در نزدیکی آنها مشق گذرانیده ایستاده اند. شما از این باخبر هستید؟ باخبر هستیم. مکان چی کنیم؟ همین در روسیه هستیم، میفهمیم. همین خیلی گپ ها هست، به شما خبرش رسید؟ میرسد خبرش میرسد. وارخ اول راهاش اسفالت کرد، مشق نکرده، اول راههای وارخ اسفالت کرد. و چی لازم؟ اول مشق کردن که برای قرغیزا محافظت کردن. حالا ببینید در مرز با قرغیزستان از سنه 3 آگوست مشق حربی رفته ایستاده است. و این مشق حربی نه فقط نظامیان بلکه مردمی عادی هم جلب شدگی هستند. و مردمی عادی هم مشق حربی گذرانده ایستادند. یعنی مردمی عادی هم از جهت مشق‌های نظامی آموزانیده شده ایستادند. مشق‌های نظامی را با مردمی قرغیزستان و مردمی نزد سرحدی این کشور. حالا ببینید وارخ را زنها جداگانه به مردها جداگانه مشق‌های حربی گذارند. یعنی در مرز به مردمی عادی برای چی مشق حربی میگذارند؟ مشق حربی یاد میدهند در مرز برای چی؟ چی مقصد دارند؟ در تاجیکستان باشد این همه را ماندند و برای ترساندن طالبان 230,000 افسر مستعفی را جمع کرده مشق حربی گذرانیدند و نشان دادند که ما انمی قدر عسکر داریم و افسر داریم. اوه به عقلا تو بخشید استغفرالله. امریکا را اونها گفت روزها پریزنوت نکردن، گفتن راهی سفید دف شوید. امریکا در قدرت نظامی، در قدرت حربی در دنیا یکم جا میستد. اونها پسند نکردند. اکنون این از کوچه جمع کرده آوردگی تو پرد حربی گذراندگی تو رو پسند میکنن. یک
کار کن که منطقی باشد آخر. هیچ کس نکرد. یگان جمهوری همسایه این گونه احمقی را نکرد. فقط این احمقی در ما شد. حالا برادر مهاجر را گوش کنیم چی میگفته باشند. مالش. مهاجر بفرمایید. مهاجر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوزم شنیده. دکمه های لایک را پخش کنید به برنامه وارد شوید. خواهش میکنم. دیگران را با مهاجر گپ زنید. اوزم شنیدین؟ خیلی آوازتان خوب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. شوکت محمد خوب هستی؟ سلامتی و خوبم. شکر. دینا ای برنامه و ای رئیسی اینو رحیم فایکه بلویت بدبخت دیگه ای چی روزایی در تاجیکستان ای همه را برده محکم کردستن. ما وابشه صاحب داریم همینجا. پدری ملت، خوین ملت، پیشوای ملت در پدرت نالت تو بری پرزیدنت تو چی کارا کردستی؟ خواهر و اپوی ما را بروارد پیش سالت ها برواردستی. ای مومنی مسلمان های تاجیکستان، ازبکی، تاجیکی، پامیری، ونجی فرقش نیست. ای مسلمان ها ای چی روزای خواهری من تو دقیقی کوچه در پیش سالت های ازبکستان میبرویم پیشواز میگیرم. ما ای ملت پرستی نمودم ازبکا میاد برادری اهل اسلام نو این خطوری نمیگیره که خواهری من تو این مردای ما مرده ده و رئیس و بزغاله چاش علول بلولش کتی رحمانوف برو نویروی خودش برو پیش سالت اوخی این چی روزی سیاه به رئیس جمهوری ما امام علی رحمان همون باید پیشوازگیری قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان درس شده باشد که باید یاد گیرد چه خیل پیشواز میگیرد. همین دو تفلک یکیش گلدسته یکیش نون برد نمکش هم نبوده قلم. نون و نمک میگویند که در پیشواز نمکش هم نبوده قلم. کور نمک صدقی نمک شود. اقلا باغبانی رئیس جمهور به پیشواز نرفت. اون سر وزیر اون طرف ایستاد. اقلا باغبان به پیشواز نرفت. یک خودش تنها از همون هواپیما فرو آمد تا فرودگاه یک خودش توقع آمد. تا پیش ماشین. حضور شوکت محمد. حضور. دو دیکتاتوری کلان یا دیگریش نمیدونن. چونه که خانش زنه که یگان دختری یگان مردک بر پیشوی را پدر نلد نبرو. یاد بگیرین رئیس بزغاله چاکو به گناه میبرین محکم میکنین حزب اسلامی حزب گروه 24 والله که یگان کس همه را به گناه برده محکم کردستی شما بدبخت همه را برده بدبخت محکم کردستی. ای مردم تاجیکستان ای هموطنان برخیزین که فردا نوبت ما و شماست. بله یه روزی سیاه یکه شوکت این ملای ما مرد انوشه اول و آخر گاو میزنه قیامت گپ میزنه زنکاتون گرفتگی خدا گیرتون. یک زنگ از واتساپ اومده شده است آنها را منتظر نکنیم. اینجا میتوانید منتظر باشید اما شرایط در واتساپ نیست. الو الو گوش میکنم. هستید؟ نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید بفرمایید. ما صدای شما رو شنیدیم. الو گفتید. گپ رو دوام دهید. دوستان تگمه لایک رو پخش کنید. 1400 بار تماشا کرده ایستادن اما همگی 860 نفر نزدیک به 860 نفر تگمه رو پخش کردن. خواهش میکنم لایک ای دیسلایک ای پخش کنید. ببینیم چند نفر طرفداران ما رو تماشا میکنن، چند نفر آنهایی که طرفدار سخنهای ما نیستن ما رو تماشا میکنن. این هم دانسته میشود. نه همه کسایی که میخواهید تگمه دیسلایک رو پخش کنید تگمه دیسلایک رو پخش کنید. برادر عزیز از واتساپ زنگ زده ایستادگی خارج شدن. نفر که تاجیکستان هستند بفرمایید. تاجیکستان
الو سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفا بفرمایید. آقای شوکت، ما آزادی عزت امان میخواهیم. ما هم میخواهیم. تشکر به شما. خلق تاجیکستان باید خواب نشینن. تو همین 30 سالگی را باید ببرانش. این تیم جمع نشینن. تشکر به شما. باز گفتنی داره برادر؟ لبا باز گفتنی داره؟ یگان چیزی دیگر گفتنی داره؟ تمام آزادی عزت امان بخیزیم. بخیزیم. از دوشنبه بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت محمد. آقای فاروق سلام علیکم برادر عزیز مهربان. یک بار فاروق جان سلام. بله خوشحال هستم که در این برنامه شما را ما تماشا میکنم. خیلی ما کمتر مثلا در داخل هستم، مقصد چهره ما بیکرانم نباشه که میفورم که با چهره با برادران صحبت کنم. مهم گفتنی های شما است. برادر جان یک سوال داشتم با شما آقای شوکت محمد. بفرمایید. سوال ما همینه که مقصد در همین سرحد ما همین طالبان تاجیکستان خودمون است کو از مرز دریا و پره. مقصد که من همین دو روز پیش رادیو آزادی را تماشا کردم، گوش کردم. مقصد که خیلی چند تاش مقصد اگر من از رستم بسیار برادرها را مقصد که میدونیم که همخی گم شده رفتن. همه چی خطری داره؟ خطر دارن یا که فایده دارن؟ کم تا در همین معلومات میدونید؟ کیها گم شده رفتن؟ نه مقصد که میگم که همه در مرز او طرف طالبان افغانستان است، طالبان تاجیکستان است. اونجا چند گروه هسته؟ همین دو روزه در مقصد رادیو آزادی سوال داد به خونه‌شون در رفت که همین بچه‌ها همین آدم‌ها هست در هم مرز طالبان تاجیکستان زیاده از 2000 نفر است. زیاده نمیدونم با فکرم همین قدر برای ما یا مقوله یا برام بود خونده بودم. برای همین کمتر اگر معلومات میدادید آیا همین ضرر دارد یا که به ما فایده دارد؟ ببینید برادر عزیز، دنیای زور بوده است. حالا حکومت جمهوری تاجیکستان هم بار با طالبان گفت و شنید کرده است، سر یک میز نشسته است، گپ زده است. آنهایی که فقط گپشان با سلاح است، آنهایی که فقط حرفشان با سلاح است، حرف آنها را تیغ سلاح می نویسد، با آنها گفت و شنید میکنند. زخمی های طالبان را طوری 5-6 سال اخیر در بیمارخانه های تاجیکستان تبابت میکنند. زخمی های طالبان را در بیمارخانه های تاجیکستان تبابت میکنند. از تاجیکستان در روسیه با طالبان گفت و شنید میکنند، در ازبکستان با طالبان گفت و شنید میکنند، در ایران گفت و شنید میکنند، در کویت گفت و شنید میکنند و هاکذای دیگر. اما این آنها را از تروریست گفتن می‌هراسند، گروه طالبان گفتن نام میبرند. و اگر نماینده پرزیدنت روسیه در افغانستان را به فکرم شنیده باشید، گفت که طالبان کشورهای آسیای مرکزی را و اتحاد دولت‌های مستقل یعنی اسنگ را از تروریستان محافظت میکنند. این گپ ها برآمده شده است. یعنی طالبان کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد دولت‌های مستقل را از دیگر گروه های تروریستی محافظت میکردند. این گونه گپ ها برآمده شده است. حالا از این گونه گپ های رسمی از شخصیت های رسمی برآمده شده است برادر عزیز. حالا برگردیم به آنهایی که در سرحد تاجیکستان هستند و با طالبان هستند. به نزدیکی در خبرها در رسانه ها خبر نشر شد که گویا انصارالله و جمعیت انصارالله طالبان سرحدهای تاجیکستان را داده است و سردار این جمعیت هم یکی از زادگان تاجیکستان بوده است و با تاجیکستان تماس گرفته می‌شده است. اول به روسیه رفته است، بعد به افغانستان رفته است و حالا در سرحد تاجیکستان بوده است و چندی از این طرف او را دیدند و هوکزاهای دیگر. اکنون این را یک سومانی
به نزدیکی اگر خبر داشته باشید آزادی رفت در سرحد دی تاجیکستان با افغانستان یک گزارش آماده کرد و گزارشش را رسانه‌ای کرد. مردم نزد سرحد گفتند که اون طرف تنج است، آرامی است، صدای تیر شنیده نمی شود، همه جا آرامی است. برعکس در وقت طالبان اینجا نبودند در مرز با افغانستان، در مرز تاجیکستان با افغانستان، وقتی که طالبان نبودند تاجران ما جانشان در عذاب بود. کیسه های تاجران ما را در اون طرف خراب میکردند، چندین مراتبه آنها پول میسپردند. حالا طالبان که آمدند فقط برای کیمچی بار را سنجیدن، برای کیمچی دیگر 60 سامانه تاجیکی پول میگرفتند و خلاص. ای مردای خوب، باز همین آدما همین تاجرای ما سیمن میبرند، همین زوادو سیمن میبرند همون افغانستان. ای میگه به خدا نه اومد آسان شد که آزاد میریم آزاد میایم، فقط همین تفتیش میکنه تمام. پیش پول سیتونی بود، همین قدر ریش بخری بود که از این میبراید که بعضی از قولهای شخصانی رسمی کرمل مثلا گریم کمتر جان دارد و این واهمه هایی که حالا در تاجیکستان حکومت تاجیکستان کرده ایستاده است، یگانه مقصد این است که دقت جامعه جهانی را به تاجیکستان جلب کند و برای کمک یعنی حفظ مرز پولهای هنگفت بیرویاند. مقصد اساسی همین قدر است. حالا بعضی خبرهای است که از مردم هم برای حفظ مرز پول جمع کرده ایستادند. بله این راسته، این 100% راسته. من خودم مقصدم گرانی صدا خیش تورو هستم. همون سالداتایی که اوزی بردیان 200 چند هزار سالدات بخدا خودت اقتصاد نداری، عیب شرم یکمش دیمش که سالداتو رو ما زن میزن میفهمون بخدا میگه که خیلی بینمی قاگ میتیان اوقات چون روغن ندارن، گوشت هم میبینه میگه جوشیده است، وقتی اوقات پخت میگه گوشت نمیبینی در کی جای گوشتش. برای چی که این خودش در همون مرز اوزی سالدات برده ای همون قشلوقایی که هم نازی سرحدی نان جمع کرده، سوم جمع کرده استیم برای همون خروکی همو چیزی همو. شما ایزون همه کشین و خیلی میکنین تو که چشم مردم خوب میپشین. عیب شرم یا چیزی گفتنی ای. بله. دویم چیز داد و گرفت کرده ایستاده‌اند. طبق بعضی از معلومات ها طالبان از اینها سلاح طلب کردگی هستند، ولی اینها آشکارا سلاح داده نمیتوانند. در تاجیکستان مشق حربی اعلان کردند، در مرز تاجیکستان با افغانستان ترین مشق حربی اعلان کردند و دانسته شد که روسیه یراق مرز را پوری سلاح ها کرد و سلاح های وزنین را با آنجا بردند و طبیعی است که اکثریت سلاح ها در آنجا میماند و از آنجا به طالبان انتقال مییابد. اینها این کار را این حال کرده نمیتوانند. انا همین طور مشق حربی در مرز گذرانیدیم، مشق مشترک گذرانیدیم، اونجا مشق کردیم. مشق شما به کی لازم است؟ طالبان این آمدنی نیست، خودش گفته ایستاده است، شنیده ایستاده است، با شما گپ زده ایستاده است، خودتان گفت و شنید کرده ایستاده اید. طبق معلومات ها در شهر دوشنبه طالبان نمایندگی خود را دارد، دفتر خود را دارد، با آنها گفتگوزار دارید. شما در مسکو گفتگوزار کردید، در ایران گفتگوزار کردید. با چی اشمان؟ با چی چیزی من که مردم نداند و نفهمد از این مناسبت های شما؟ مشق چی میکنید؟ یک چیزی دیگر رو اگر اجازه باشه قید کنیم. از روزی که برادر شوکت همین تنظیم برآمد کو در همین جمهوری خیلی موضوعتون کم ترکاز داخل موضوع میشم، کم تر همین هم خودی رسون به همین مردمی که چشمشون رولی هم خوب خوبولو. از روزی که همین تنظیم برآمد برادر جان در همین تاجیکستان نگاه که چقدر قیمتی همین تنظیم نبود، 5 دیگه هم میجوشی در تویو در مرکه ها. وقتی که تنظیم برآورد گوشتش قیمت شد، اردش قیمت شد، کارتوشکش قیمت، ایدی کارتوشکا ایدی کادو کرد، ایدی سری قوری پدرشون کرد، همه چیز قیمت کردن برادر. این چی روزه مردم شما یا موریخی فکر کنین برای چی در توی ها رقصا میارن تنظیم نمیگن، نگاه نمیکنن، چاره‌جویی نمیکنن،
вақте ки мардак декша монд охи монд вай мемонад туда чӣ фарқ дорад чӣ матаб вақте ки танзим бошад чӣ барои чӣ вақте акад мурд худои 40 сола ман кардӣ майли ман зидди ин нестам ман кардӣ хуб кардӣ барои чӣ дар данғара рафтӣ акаи худада қадар худои дабдабано кардӣ маъракаи дабдабано кардӣ 3-4 рӯз ман дарё дорум ки маърака кардӣ барои чӣ ман ами гапи ман ҳозир барои ами ҷаноби олишонай барои пешвошонай ман ягон кас наметарсам фақат ай худо метарсам ҳамин ха гуфтанем ки мардам бедор шен ин паданатоя пропагандаи бурдест яъне як чизе бурдест халқ ҳамин қадар хомӯш кардест имрӯза ҳозир дар ҳамин деҳои мо ман худам зодаи қишлоқ ҳастам ман бачаи қишлоқӣ ман хай шаҳр рози наздикам мақсад наздики душанбем ҳамин қишлоқҳои мо доди корҳои фаҳмондадиҳӣ графтеста мардаме ки ине кӯчаҳода мебаранд бехоҳи дом да мақсад бехоҳи хонавода мешинанд ё ки масҷид мераванд бегоҳи як ҷо мешинанд 4-5-10 кас ҳаморо омада участкои ҳамин минтақаву як-ду таи дига саги ҳаромош омада пурсидестае ки шумо чӣ кор мекунед чӣ мегӯед чӣ хабарро гӯш кардед телефонотон чӣ хеле уже ё дар тарс дуромадаган бародари азиз ин якина истиқлолият омадестай ин мардум бедор шуда яъне мардум уже бедор шуда дига шумода намегзаред паникатон э мардуми хуб бо ма шуморо гуфтам ҳолиам ташаккур як сухан дига бародарҷон мебурам иншоалло ҳолиам мегӯм шуморо бедор шем бародаро биё хай як мушем як ҷошем биёем ватана мо обод кунем аки ё натонистанд ё ахмақон натонистанд ҳозир ҳамин дар марз ӯзбекистон омад мақсад ман тамошо мекунам расонаро бисёр пайгирӣ мекунам духтарако биромадаям пешвоз гирем падарналато аммо отай ам падарналат ам бесоиб нанг номус надорад па наход ту духтарта ба балоғат расида ки бирои дар пеши як кас намоиш битӣ ту айб шарм ячи гуфтани хай намедам ба фикри калом кунлесак ша ҳаму мебурора духтарша мардум бедор шен накунед ҳамин кора дидум ина туркманистон рафт чӣ хеле пешвоз кара мур айрӯзу намегиранд тон пешвоз на тон намебинад дар ягон давлат шумо ҳамира камтар бихе буфаҳмед ҳоли тоҷикистон мемонад туркманистон ай ҳаму дайдари самолёт то куни аэропорта духтару бисёр суханҳои шумо гуфта истодагӣ ҷон дорад ҳамаш фақат бале бародар биед навбатро ба дигарон ҳам бидиҳем майс бародарҷон ташаккур ба шумо бародар азиз хоб худо нигаҳбон иншоалло бародар фарух гап мезанед як нафар микрофонатон нест фарух микрофон гирон ассалому алайкум ака шавкатҷон бародар ҳастам камтар гӯш кунам бедуҷа гирон шуд гап мезанам чӣ гуфтани ҳастам хуб бародари азиз ҳоло аз ватсап занг омода истодааст бале занги ватсапро гӯш кунем набошад чанд нафари дигар дар студио ҳастанд алло салому алайкум ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ рози ака шавкат хуби саломатӣ ташаккур ба шумо бародар бифармоед шумо худо нигаҳбон боша озодӣ ба иззати акамон истеъфои эмомалӣ ташаккур ба шумо шинохтамтон зинда бошед ҳоло чӣ ба мара блог ғалтида дар канали ту ман накардам ягон хел блог накардам шуморо ягон ба диққати тамоми тамошобинони паём тв мерасонам ки дар ҳоло тӯли қариб як моҳ аст ки ман худам тафтиш кардам масъулони техникиро гуфтам ки ба ман нишон диҳед тақрибан 100 нафар дар блог буданд ҳамашонро баровардем аз блог ҳоло ягон нафар дар блог нестанд ягон нафар дар блог нест шумо тамос гирифта натонистам инҷо мо чанд нафар беадаб ҳастанд ки дар комментҳо ҳарфҳои қабеҳ мезананд онҳоро блок мекунем аммо нафароне ки гапҳои қабеҳ намезананд таҳқир намекунанд мо ҳеҷ вақт блок намекунем ма тарафдори шумоем ака ютуб канали дига як аккаунти дига ки gmail дар телефонот ютуб каналш алишка мешавад алисари нав бо якта дига мешавад бо таҳқир гап назанед беадабона кор набаред мо ба шумо кор надорем барои чӣ барои ин ки ин корбурди канали ютубӣ масъулият дорад бояд мо худамонро забонамонро ҳифз кунем ҳоло нафароне ки дар студия ҳастанд онҳоро пайваст кунед фарухҷон мегӯянд ман баъдтар суҳбат мекунам анод ба худо зинда бошед
советовал пойду далекий лишь выходного. نفرانی که در که گپ میزنید اول برادر تاخیر یوتیوبتون رو خاموش کنید بعد گپ زنید. از چپایف مرحمت از چپایف. سلام علیکم. سلام علیکم اکش. آواز من خوب میاد که؟ آوازتون خیلی خوب است برادر بفرمایید تا اینکه دیگران رو انتظار نکنیم. بله بگذار. بله خوب که به همین نزدیکی نمیدونم در یادم نیست کدام از مقامدارای تاجیکستان سخن گفتن در همون رادیو آزادی با فکرم تماشا کردم و گفتن که ما از طالبان دیده از حزب اسلامی تاجیکستان از پیمان ملی خطر داریم. پس فهمیده می شود همینجا که اونا همکاری دارن با طالبان حکومتی ما و این همه معلوم است که در تاجیکستان حتی دفتر دارن طالبان و کمک روسیه چرز تاجیکستان به طالبان میرسد و همه معلوم است. به همین خاطر در اینجا فهمیده می شود که حکومت تاجیکستان با طالبان همکاری دارد و هیچ خطری از طالبان نمی بیند و این همه سلطات را بردن به طرف مرز در اونجا تمرین میگذرونن. این همه مردم میخواهند که بترسانند که خب طالبان در مرز تاجیکستان هستند گویا، اما اونا کاری ندارن با تاجیکستان. اونا فقط در همون افغانستان چون هر چی که بخوان همونجا میخوان. هیچ نفری از اونا با تاجیکستان کاری نداره. الو. بله. آواز من میاد که شوکت گفتیم. بله. درباره عزت امان برادر ما نباید همین مهاجران نباید خاموش باشیم. اگر وقتی که ما خاموش ایستادیم پس فهمیده می شود که ما در حق عزت امان خیانت کردیم و یک نامردی بزرگ کردیم. بله. ما باید طرفدار عزت امان باشیم و طلب بکنیم که حکومت ظالم تاجیکستان برادر ما عزت امان را آزاد بکنه. اگر بر روسیه هم که برنگشته نتوانه آزاد باشد در آزادی باشد. عزت امان هیچ گناهی ندارد. عزت امان برای همین ملت خدمت کرده بود، برای همین مردم. اون نباید زندانی شود. باید قدر کرده شود. بله باید او را به مهاجرین کردگی را به خلق وطنش کردگی را 30 سال باز امام علی رحمان نکرده است. 1 سال خدمت. بله 100% نکرده. با مهاجرینی که نانآور کشور است 30 سال باز امام علی رحمان رفته روبرو نشده است. چند تا همینجا گنگستر ها هستند، چند تا همین از تگ 100 دور گریختگی ها هستند، همین ها رو جمع میکند واخورده میبیاید. با مهاجر وا نمیخورد. بله با یگان مهاجر وا نمیخورند. همون 4 نفر هم میارن از پیش تیار کردگی میان همونجا با شعر و سرود میخونن ما راضییم، ما فلان، ما بسمدان. خاورین شما سر قورتونین بیاین مهاجرا را حالشون ببینین در استرایکات چه حال دارن. بعضیشون پولاشون نمیتن در بدر به صاحب. امروز همون سفارت سفیر باز ایواز کردن، یک خائن دیگر آوردن گذاشتن، یک همون ورقه‌ای که همون بازگشت به وطن چی میگن وزرشه نرودینا برای یک همون کاغذ ناچیز 2000 روبل میگیرن. اگر خودت اچرت بشینی 2000 روبل با پسردنیک ها اگر بگیریش 3000 3500 روبل میشینه. نمی همش خیانت های از طرف حکومت، خصوصا از طرف رحمانوف، خیانت های رحمانوف همی. بله برادر عزیز تشکر به شما. تشکر به شما. من اینجا هستم که تماشابینان عزیز خواهش میکنم درباره عزت امان، فقط آزادی به عزت امان گفتن ها، عزت امان باید آزاد شود گفتن ها نیو. خواهش میکنم به سر یگان کس اگر یگان ایده پیش آمد که برای آزادی عزت امان مساعدت میکند باید با ایده ها ما سخن کنیم، با پیشنهادها برای آزادی عزت امان چی باید کرد باید ما صحبت کنیم و هر کسی که میتواند برای آزادی عزت امان یگان ایده پیشنهاد کند خیلی خرسند میشدیم. خواهش میکنم نفرانی که میخواهید سخن کنید درباره اکای عزت امان بر ضمن این که ما آزادی به عزت امان گوییم بیایید ایده ها پیشنهاد کنیم چگونه میتوان عزت امان را
آزاد کرد. حالا طاهر بفرمایید. طاهر بعد از آن ایمو زنگ زده شده است. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خوبی تینجی بردم بخواد هستین؟ هستم. موضوع ایزاد امان بوده است. من گفتم یک سخن کنم. بله. یک پیشنهاد دارم، راستی که باقی پیشنهاد من قبول میکنید نمیکنید همین نسبت برای برادر ایزاد امان. من یک دو روز پیش شنیدم که یک شهر تاجیکستان در قرار به نام اسماعیل سومانی به نام کسی میموندیم. نمیشد که این مهاجران ما هم مونم یک غلط ثابت کنیم یک شهر کلان تاجیکستان به نام ایزاد امان مونیم که همین حکومتدارای تاجیکستان همین نام ایزاد امان ترسیده بگردن. بله میشه بیا ما هم یک پیشنهاد میکنیم که ببینم یک شهر کلان تاجیکستان اگر ایزاد امان با آزادی وای نکنن یک شهر کلان ما مهاجران هم کسا جمع میشیم غلط ثابت میکنیم به نام ایزاد امان میمونیم. تمام میشد پیشنهاد یا نمیشد؟ بهترین از پیشنهاد برادر عزیز. این همین پیشنهاد من این همین آقای شوکت. شکرجان ظهورов حالا هیکلش در ناحیه رشت است. حالا زنده است. اینه حالا همین ایزاد امان هم میگیم که پیشنهاد میکنیم میگیم که یعنی ایزاد امان یک شهر کلان به نام ایزاد امان. ایزاد امان با ملت خود یگان بخیلی بدی نکرده است. بله. این در زنده بودنش در زنده بودنش بیا اینا خواهیم که از کنج انسان زندان آزادش کنن. بیا هم پیشنهاد وای میکنیم. همه کسا گروه 24 محیدین کبیری صدرالدین معادیکوار صدرالدین همه کسا یک جاشیم همین پیشنهاد به یک هفته برنامه بریم کوچی گپ میشته باشد. بله تشکر به شما برادر عزیز. حالا شوکت یک سخن دیگه دارم با مایل است. ما رو تماشا میکنن 1000 نفر تگمه لایک رو پخش کردند. آقای شوکت من شما را ای 3 کانال تماشا دارم. ای ماشینم در ماشینم تلویزیون است. 2 تا دیگه تلفن دارم. همین لایک برای حکومتدارای تاجیکستان یک بانک خطر است. همین لایک زیر کنید تمام این یک بانک خطر حساب میشه. اتمی بمب تاجیکستان همین لایک است. زیر کردن گیرید همین لایک میترسن. برادران حالا 1700 نفر ما رو تماشا میکنند لیکن همگی 1100 نفر لایک رو مونده. دیسلایک لایک است دیسلایک است پخش کنید آخر پخش کنید. ضد ما هستید طرفدار ما هستید پخش کنید. اینجا باید ما صحبت کنیم. شاید نفرانی هستند که شاید به این باور باشند که باید ما وارخ را به قرقیزستان دیم طرفداریم باشد. بیاید گپ زنیم. شاید طرفداریم باشد که طالبان بیان در تاجیکستان حکومت رانی کنند. گپ زنید کنی گپ زنید چیکار باید کرد؟ حالا حکومت تاجیکستان در چی فکر است؟ در چه اندیشه است؟ با اینکه از طالبان مردم را ترسانیده با آنجا کیسه مردم را خراب کرده پول جمع کرده ایستاده است. در سرحدها پول مردم را جمع کرده ایستاده است. مردم را ترسانیده در سرحدها در سرحدهای ازبکستان کسانی که با ازبکستان رفته از ازبکستان به روسیه رفتنی هستند پول جمع کرده ایستادند. پول یا پول میدهی یا تو را به افغانستان میفرستیم گفته ایستادند. فهمیده ایستادید؟ بهانه هاشون راه یافتند. یا پول میدهی پول داده بعد میگذاری یا اینکه به افغانستان میروی. من فرق ندارد من تو بلیتت میسوزد نمیسوزد بلیت هواپیما و من فرق ندارد با $100 دیگر باید بدی. همین خیلی گپ رفته ایستاده است. حالا امروز حکومت در سوخت آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفتن که با ما رسما مراجعت نشده است برای همین ما این مسئله رو دیده برآمده نمیتونیم. هی بی ناموسان در رسانه ها رفته است. دین من همین در برآمدم گفتم در رسانه شد که پول گرفته ایستادند. مردم مراجعت کرد. حالا رفتن مردم در تگ دری حکومت ناحیه پنجکن دیروز تظاهرات کردند. تظاهرات شد و آنها نفرانی تظاهرات کردگی رو به این نقطه اهمیت تماشابینان عزیز به این نقطه اهمیت کسانی که در تگ دری حکومت ناحیه پنجکن رفتن شهر پنجکن رفتن تظاهرات کردند آنها رو آورده از مرز گذرانیدند. بلیتشان نسوزد. نه دیده تا کودک گریه نکند آچه شیر نمیدهد هرچند آچهش مهربان است. مهربان ترین نفر برای فرزند مادر است اما تا گریه نکند کودک مادرش شیر نمیدهد. انا همین خیل تماشابینان عزیز تا ما صدا بلند نکنیم تا ما حقمان رو طلب نکنیم هیچ کس به ما حق نمیدهد. فهمیده ایستادید؟
انا برای همین هم باید همیشه برای تلاش کردن حق خود کوشش کرد. حالا زنگ را از واتساپ قبول میکنیم. الو آقای شوکت گوش میکنم. ابی پیشنهاد من نه شما کردم نشد با چهره واتساپ روندم باز یک منید. پیشنهاد من نه با شما پیشنهاد کردم دامون یک شهر نام شما نیم. و کنده شد. آقای شوکت بفرمایید. یک گپ دیگه هم نسبت مهاجران داشتم با مایلش نسبت مهاجران یک فقط زودتر برادر عزیز که اینجا بینی‌های اگر دیده شده باشید بینی‌های نفران انتظار سخن کردن هستند و چندین نفر وارد شده نتوانسته ایستادند. برای آنکه استودیو همگی 10 نفر میگنجد نفران دیگر کوشش کرده ایستادند وارد شده نتوانسته ایستادند برادر عزیز. گپ نیست همون من یک سخن میکنم تمام با مهاجران با برادران عزیز یک سخن میکنم که گپ مرا فهمیده و کنن فوتبال کوی که پیش تاجیکستان پیش یا که در تنش صورت احمد شاه آزادیگاه همین فوتبال کار التماس نپوشن که این یک خطری بزه بداره برای ملت ما. التماس میکنم ای هم مهاجرا که ما با هم کلاتون کنه در بالای پرناس به مادر پدرتون هدیه روی کنن. همین فوتبال کار التماس نپوشن در تنش صورت احمد شاه مسعود دیگه این در خون احمد شاه مسعود این مردم روز تشنن. برای التماس ای مهاجرا هر خیلی فوتبال کار نپوشن در کوچه ها رقص بازی بکنن که من اینترنت میبینم خدا یک کارو کردن وقت بچه‌های ما شهر میره. برای التماس هم مهاجرا تمام اینا که من همین بود. تشکر به شما برادر عزیز. حالا از ایمو زنگ قبول میکنیم. ایمو الو نفرانی که از ایمو واتساپ زنگ زده شدید همین که زنگتون رو قبول میکنن کارمندان تکنیکی شما نبرایید. شما برآمدید دیگر زنگ دیگرها قبول کرده میشود شما در عاقب میمونید. زنگ زدید زنگتون رو قبول کردن کارمندان تکنیکی در همونجا گوش کرده ایستید برنامه رو ما به شما نوبت میدیم. شما بیرون نشوید. وقتی که زنگتون قبول شد در همونجا انتظار باشید. استودیو رو گوش کنید ما رو گوش کنید. ما یک نفری که گپ زده شده از گپ وای رو گوش میکنیم بعد از اون به شما نوبت میدیم. حتما منتظر باشید. زنگ شما قبول کرده شد یعنی اینکه شما وارد استودیو شدید. نفرانی که توسط استریمیار در اومده ایستادید از شما هم خواهش همین است که وقتی که زور میزنید شما وارد نمیشوید. این مضمون اون رو دارد که استودیو پر شدگی است با 10 نفر پر شدگی است در استودیو 10 نفر قرار دارند. کمتر صبر کنید باز حرکتی وارد شدن کنید یا اینکه در همونجا همون تگمه وارد شدن رو پای در پای پخش کردن گرید حتما وارد میشوید. حالا باز بس بله با ایمو نوبت میدیم. بفرمایید نفری که از ایمو زنگ زده شده بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بلندتر گپ زنید برادر عزیز. خوش آمدید با میسمو درست نه؟ الحمدلله فکر میکنم از ناحیه اسفره. تو پترگه؟ بله از زبان شیرینتون شناختم از لفظ شیرینتون شناختم. زیر امیتی شو تاجیکستان با آقای توریمشکوی آزاد کردن برای آزاد کردنشان پول طلب کردن با کی ها رو آزاد کردن؟ توریمشکوی توریمشکوی زندانوی آزاد کردن امیتی که بعد دوستان که من به 3000 تومان میبیاری بعد آزاد میشید. 3000 تومان این 300 دلار؟ یا 300 دلار میشه. هیچ گام نبودست قدر نافسشون نبودست خیره این در کجای این؟ نه اینجا امیتی به غلطگی باید این رو آزاد شدن نکن بلکه که نباشد 300 دلار میشی یا بعد یک ماه میبری. اینجا 300 دلار دادم کسانی که وارد شاملی آف میشوند بله؟ آف شدگی این رو من آزاد بودم یک هفته پیش آزاد بودم بعد گفتم که تو باید یا 300 دلار میشی یا نه تو یک ماه دیگه میشی. بله بعد 300 دلار دادم یک هفته پیش برو بودم. بسیار خوب. خیلی خبر نیک. اولش اینکه یک تین پوره هم پوره است. لعن الله الباشی و نورتشی خداوند لعنت کرده پوره گیرنده و پوره دهنده رو. ولی برادر عزیز این
این گپ پوسکا آزاده داماد این پول وای نوچه بود وای کلونی که بیشتی تو بله سلامت باشید برادر کلونات نوچه بود سلامت باشید برادر عزیز. خبر رو شنیدید دوستان عزیز؟ یک نفر از ما از ناحیه اسفر زنگ زده گفتن که الکی عوف صرف شده است، ولی گفتن که $300 میبیاری بعد ما سر میدهیم، اگر $300 نیاوردی باز یک ماه دیگر باید منتظر باشی، عوف شده نداره. عبدالمجید گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. که شبکت خوب هستین اینجا؟ سلام مرا به مهاجران برسان، به کلی کارکنات برسان. من درباره ایزد امان برادر همین خیلی گپ دارم که من یک خیش تبارش میشم. این مردم ما ای باره همو گپ میزنن، آزادی میگن، عقیب میکشن، گپ میزنن عقیب میکشن. آخر که اگر همه انمیت یک باره جواب بتیان، اگر یک گپ بولشان هر روز خود این پروگرام همین گپ بگن که و ده فکر میدرویان، اگر نباشن نمیدن یک کم که اگر آواز میبریم که بعد گن دو ماه میپرتان عقیم میپرتان، دو ماه عقیم میپرتان، سه باشه که دو ماه عقیم میپرتان، برای که پاپیت که همین مهاجران را نگاه میکند و بعد کار پیش میبره سوچمون گدگش همین. بله چی باید کرد؟ باید کرد که همین مهاجران هر چند کسی میداره برای همین ایزد امان آزادی طلب کنند، آزادی طلب که کنم وقت همه وقت تماشا میکنن. اینجا که حاضی من این ترماش پرشیدگیان اگر حاضی اگر 4000 اگر بر جای دوست کن که جادگاه نمیومد جور نمیاد کشنا و تشنا تونم جان کو خلق میخزه با ایپو یا میدونن که دیگه ترمکا نمیشه و این ترمام کنه کودکدارا رو ترما کنن که این خلق خودش گم میخزه فرزنداش کشنا تشنا که من کو همه اویلا 3-4 کس به در ملسه خونه رو میره یا 5 کس میره اساسا میخزن یا انمی کار میترسن یا خچو. بله برادر عزیز. حالا امین شما در روسیه هستید؟ برادر من حاضر گم بزنم که موازی اقیمن من آدمای برام قرم بیرونم ای شهر ای تاجیکستان بیرونم. تشکر با شما برادر عزیز. من در جا خوب نمیرم، یک بار یک شب در جا خوب میرم، 2 شب در دیگه جا خوب میرم، 3 شب در دیگه جا خوب میرم. بله وضعیت این است. وضعیت برای که 2 کس شوا خوردگیم کو ده حقشو کارشو کردگیم گفتم شما راه رش بگرده کو بعد وزمین تو میفته کو بعد میفهمی ایجشو ترسیدن خب گفتم برو نکیل تیموت گای راه نبروی پیش راه نبروی که مرا قبر است است. بله زنده باشید برادر عزیز. حالا یک نفر از داخل میخوان صحبت کنن، بفرمایید. نفری که از داخل نوشته اید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از داخل نوشتم بعد اون چیزی که قبول کنید مرا در استودیو من در مهاجرت هستم. بگذار برادر عزیز. شما از خارج می‌نویسید، از کجای خودت نویسید، وقتی که ما دیدیم نوبتتون اومد حتما شما رو قبول میکنیم. این فرق نداره. بعضی کس خودش رو مرد است زن می‌نویسد که ما رو قبول کنه. فرق نداره برادر. اینجا باید عدالت رعایت شود. عدالت از داخل است فرق نداره. بفرمایید برادر. ان شاء الله. این برادر که از صحبتی که کرد باید مهاجران باید همه کس فعلا این برنامه باید تحریزی شود که باید این برنامه ها در یک هفته باید یک مرتبه نه باید 2-3-4 مرتبه باید برنامه ریزی کرده شود که ما با این صحبت همون چطور بگم این صحبتی که ما میکنیم دولت تکان میخورد این میترسند باید این صحبت ها زیادتر شود. پیشنهاد من همین است. برادر عزیز اینجا این خیلی است. حکومت از گپ‌های هوایی نمی هراسد. حکومت همون وقت می هراسد که وقت بیند که گپ‌ها کنکریتی هستند، پیشنهادها کنکریتی هستند، ایده ها کنکریتی هستند، اون وقت فکر میکند. اما اینکه از همین کوشک خالی آزادی به ایزد امان باید آزاد شود دیگه هیچی گپ نیست. همون میخوایم ایزد امان آزاد شود، لیکن اینجا باید به سوال چگونه باید آزاد شود باید جواب جست. باید جواب چگونه باید ایزد امان آزاد شود. این گونه پیشنهاد به این گونه سوال باید پیشنهادها ایده ها باید فکر کرده برآمد و هر یک نفر به این ملت
و هر یک نفری که میدوند که عزت امان غمخوار ملت بود، غمخوار مردم بود، امروز در زیر ظلم ظالمان قرار دارد. او به خاطر شکنجه نشدن ما، به خاطر ظلم ندیدن ما، به خاطر تحقیر نشدن ما شبهای شب خواب نمیرفت. همین بیچاره میگفت که بعضی روزها بیمار بود، بیچاره میگفت که همین بعضی زنگ من رو هم قبول نمیکرد. بعد از چند وقت میگفت که در حالت بیماری، تمپراتورش بلند، تابش بلند، تاب شدگی است، مردم زنگ میزنند اکا جان من در همونجا در موندگی هستم، در همین شرایط هستم، این خیلی هستم، ایلاش نیست. به همون گویی که اگر من اینجا بیمارم، من اینجا حالا تابم بلند است، این خیلی است، میگه که بهانه کابی کرده ایستاده است، خودش رو وکیل دفاع گرفته است، کمک نمیکنه. حتما به شاگردا زنگ میزنم، به دوستان زنگ میزنم، به رفیقا زنگ میزنم که همین رو رفته دیدن در کار. اگر وقت دیدم که ساعت 2 شب است هیچ وقت تلفن رو نمیبردارد، تست میری دیگر. در همین عزت امان بود. حالا همین عزت امانی که ما رو از شکنجه خلاص میکرد، از ظلم خلاص میکرد، از عموما بی کسی در حالت بی کسی موندن و به کمک نیاز داشتن به ما کمک میکرد، به کمک من و شما نیاز دارد. به کمک من و شما، به هر یک نفر من و شما نیاز دارد. و آنهای هم که حالا شما به این نظرید که به شما عزت امان کمک نکرده است، نمیشناختید، ندیده اید، ندیده بودید و هکذاها، ولی باید دانید که مهاجر به عزت امان ها نیاز دارد. باید عزت امان ها باشند، باید عزت امان ها وجود داشته باشند، در آزادی باشند. اندیشه باید گفته شود، فکر آنها باید گفته شود، شنیده شود. حالا از داخل با یکان چیز علاوه کردنی هستید؟ نه من تشکر به شما. بعد از بخ زنگ از واتساپ و ایمو رو قبول میکنیم. السلام علیکم. الو شوکت کا شما خوب می؟ سلامتی و تنج می؟ امیدوارم شما هم تنج می. خوش آمدید. من یک شب فکر کردم که برای عزت اما اگر 100 روبل پول جمع کنیم برای عزت امان 3 میلیون پول جمع کنیم. بله. ایده روبلی جمع کنید 2 میلیون می شود. 2 میلیون می شود. یک روبلی 100 روبلی جمع کنیم 2 میلیون می شود. من میخوام بگم که بیایید 100 روبلی بچه ها برای عزت امان آدم خوب بود، بد نبود، آدمی خوب. برای من فایدهش نیست است که من او را بسیار تماشا میکردم. من مخرج عزت امانم. تشکر باش. اوه برادر 100 روبلی جمع کند 2 میلیون مهاجر 200 میلیون می شود. برای همون بیاین 100 روبلی جمع کنیم. برای همین برادر عزیز عزت امان به این پول ها نیاز نداشت. اگر میگفت که عزت امان یک کارت را میکشد، میگفت که به من 1 روبلی پول پرداخت، همه مهاجران حاضر بودن 1 روبلی میپرداختن. همه خود 10 روبلی میگفت میپرداختن 10 میلیون پول دار میشد عزت امان. اکو شوکت شرط برآمد 1000 دلار گرفته است، 60000 روبل گرفته است، 200000 گرفته است. این مسخره بازی است. اینو شرط برآمد گفت که برای پدر من پول درکار است. یوتیوب ده هست. من باوری کامل دارم عزت امان خودش اون مبلغی که حکومت جمهوری تاجیکستان او را متهم به این کرده است که قلابی کرده است و 630,000 روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی پول مردم را نداده است. من باوری دارم که به همین پول خلاص میگی باشد اگر عزت امان وای دروغ وای اکجا وای دروغ وای. بله دروغ است. 100% دروغ است. 100% دروغ است برادر عزیز. برام میگم که بیاین بچه‌ها ما خواهیم که عزت امان خلاص کنیم. 100 روبل پارتوی هیچ کم نیست.
برجام بخیر السلام علیکم میبخشید چی نتیجه میتید پول جمع کنید چی برای آزاد شدن عزت امان چی در کار است پول شما خیال چی دارید در که کار است برای همون جایی که عزت امان شده گفته ایسان که سوم مردم ها رو میتی با میبرود این دروغ است برادر جان این دروغ است این راست این فکت است پسرش برومد پیسر آقای برومد نماشه عزت امان چند دیوانه را و چند گماشته را چند گماشته هایی که با همون وزارت کارهای داخلی کار میکنند آنها را وظیفه دار کردند که آنها از بالای عزت امان شکایت کنند و همین قدر قرضدار کنند اینها این پول های را میرویانند با عزت امان را آزاد کردنی نیستند اینها نمیکنند اینها کردنی نیستند کنی ازم برادر خیش توارشون در اومد عزت امان بخشید که شوکت وقتی که رجب میرزا برای ضرر دیدگان مناقشه مرزی پول جمع کردن خواست و اون مردم حاضر شد $10,000 پول بدهد اما وقتی که گفت که نه به این باید اینها صورت حسابشان را قطع کنند و اینها نباید پول جمع کنند اینها قلاب هستند و وزارت مالیه صورت حساب شد گفت که به این صورت حساب شما پول پرداخت و در نشست مطبوعاتی که یک روز درست پیش برگزار کرد وزارت مالیه ژورنالیستان پرسیدند که به همون صورت حسابی که وزارت مالیه برای ضرر دیدگان مناقشه مرزی زد و خورد مسلحانه کشاده بودید به صورت حساب چند پول وارد شد از این طرف گریختن از گپ از جواب دادن اون طرف گریختن از جواب دادن بعد نهایت معاون وزیر مالیه گفت که به صورت حساب یگان تین پول وارد نشد گفت یگان تین حالا که وزارت مالیه این صورت حساب رو باز کرده به شهروندان جمهوری تاجیکستان با سازمان های بین المللی مراجعت کرده بود که اگر خواهش این را دارید که به ضرر دیدگان مناقشه مرزی در سنه های 28 29 اپریل کمک کنید به این صورت حساب پول گذارونید خیر کنید صدقه کنید اما گفتند که یگان کس پول نگذارونده است بله در همین حال رجب میرزا ژورنالیست شناخته تاجیک در حال یک رسید کویتانس را در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر کرد که در آن نوشته شده است که 10,000 سومانی به وزارت مالیه برای دستگیری مردم ضرر دیده در مناقشه مرزی خیر کرده شده است به صورت حساب وزارت مالیه گذارانده است وقتی که ما از وزارت مالیه توسط همین برنامه ها پرسیدیم که این گجا شد بعد فال دیدن قره پرتویی کردن چیکار کردن فال دیدن که یک گپ زدن در کار با مردم فرداش گفتن که نه ما مردم رو نه حقانه پول گذاشتگی بود حتی 200,000 سومانی گذاشتگی بود ما سازمان های بین المللی رو در نظر داشتیم مردم رو نه یعنی سازمان های بین المللی پول ندادن اما در اصل بینید در اصل نگاه کنید همین گپ چی رو نشان میدهد این رو نشان میدهد که به مقامات به حکومت جمهوری تاجیکستان به رژیم امام علی رحمان در تاجیکستان یگان بنده یافت نشده است که باور کند و پول فرستاند یک در تمام دنیا در تمام جهان در روی سیاره زمین یگان سازمان بین المللی یافت نشده است که به صورت حساب وزارت مالیه پول برای ضرر دیدگان مناقشه مرزی سنه های 28 29 اپریل بین قرقیزستان و تاجیکستان پول فرستاند یگان سازمان بین المللی دنیا به حکومت تاجیکستان باور نکرده است ان همین قدر حکومت جمهوری تاجیکستان آبرو دارد همین قدر حالا به عزت امان چندین مهاجران آماده شدن گفتند که همین پولش من میدم حتی تا 1 میلیون روبل وعده کردن به عزت امان باور میکردن شما تصور کنید که آبروی یک ژورنالیست آبروی یک روزنامه‌نگار رجب میرزا از آبروی یک حکومت به بود شدهش بالاتر می‌ایستد یعنی باوری به یک ژورنالیست نسبت حکومت بالاتر است
فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ اینها خودشون قلابن، مردم به این قلابان باور نمیکنند. رژیم امام رحمان رژیم قلابی است. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ حالا بیاید نوبت را به دیگران بفرستیم. حالا فاروق دست برداشته ایستادن، بفرمایید فاروق. که شوکت جان، برای چی من خیلی گفتم که پول جمع کردن یگان نتیجه نمیتاد. من شخصا خودم عیناً همین استاتیا که سود کرده بودم. من وقتی که همین واقعا کاربار شد، من پولای همه پول گرفته بودم پیش از سود کردن. پول همش اوشر بگویم که با زبان تاجیکی نیفتم، اوشر همش دادم، قبول کردن. اینا با من گشته گرفته سود کردن برادر. گرفتن سود کردن 9 سال سراغ دادن. قسمی 4 کردی گرفتن 9 سال سراغ دادن، شینوندن، زندان کردن. 1.5 سال پس بعد عفو دادن. بعد عفو دادن با قریب 4-5 هزار دلار دیگه پول گرفتن، بعد برآوردن خلاص کردن. این همش یک ساختکاری است، این دروغکاری است برادر. این پولگیری یگان چی یاردم نمیتاد. عزت امون با پول دادن اینا همین مقصد، اینا همین خیلی است که پول کشیده گیرن. اینا همشون یک گدا هستند. بله. عفو کدگیشون اینا همه کسایی که کدومی که با عفو میغلطونن، کدومی که عفو میکنن، از هر یک همین محبوس اینا باید پول گیرن. از 2 تا 3 هزار دلار. وای برادر 3 هزار سومون نگفت، با فکرم 30 هزار سومون گفت. 3 هزار سومون هیچ چیست. بله. این یک سیستم ساختکاری است که اینا همه دیوانه کدگیان، دیوانه بازی میکنن، میمون بازی کرده ایستادن. بله تشکر برادر. حالا زنگ رو از واتساپ و ایمو قبول میکنیم، بعد باز با دیگران نوبت میدیم. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید، ما شما رو گوش میکنیم، بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بفرمایید. برای برنامه‌تون می‌دونم از شما خیلی برنامه بسیار شد. یا خواهش در اول که در همین اول برنامه چه خیلی که نشون دادید عزت امون رو، پس دیگر برنامه با هم خیلی نشون داد که مردم بیند در خاطر اجزا در خاطر نبودند این قهرمانی ما رو. بعد همین شهر رو من میخواهم که مهاجران همچون قهرمان همین قبول کنیم و پیشنهاد کنیم در جایهای درکاری. باید سخن درباره چی مگر قرقیزستان اوچپکا برای همچون مشق پلیگان ندارد که اومده در گرانیسته تاجیکستان بیاره تیر خالی میکند. بله مخصوص است آخر، مخصوص یکم چشمی حکومت تاجیکستان را میترساند، باشندگان نزد مرزی را میترساند و فایده اهم اساسیش این است که مردم را به زد و خورد نظامی آماده میکند، مردم همون مرز را. در این کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان یک زایل به ترسانیدن مردم آورده است، یک زایل به سرکوب کردن باشندگان دهه‌های نزد مرزی است. یک زایل. فرق را دیده ایستادید؟ فرق را مردم را سرکوب میکنند، اینها در اون طرف باشد مردم را سربلند کرده شدن. من تکنیکی جنگی، من یراق سلاحی جنگی، باید شما آماده شوید برای مبارزه، آماده شوید برای دفاع وطن، آماده شوید. گفته آنها را یعنی برای اینها روحی جنگی داده ایستاده است برای باشندگان نزد مرزی جمهوری قرقیزستان، برای مردم قرقیز. حالا از این موضوع رو قبول میکنیم. الو نفری که از این موضوع زده ایستاده بفرمایید. الو گوش میکنم شما رو، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت، برنامه شما درباره عزت امان است نه؟ بله، عزت امان و امنیتی مرزی. با عزت امان برادر میخوام که او را هر چیز زودتر آزاد کنم. اول یوتیوبتون رو خاموش کنید، بعد تنها با این گپ زدید، خواهش میکنم. بعد باز سونی دوام میدید تماشا کردن بعد از سخنرانیتون. برادر ما هر چیز زودتر میخوام که عزت امان برادر ما رو آزاد کنن. بله
تشکر به شما برادر عزیز. یگان گفتنی دیگر هم دارید؟ بله بله. بفرمایید برادر. برای برادر ایزد امون و مقصد یاردم پولی مثال وای در گردن زدن $1000 600 چند هزار روبل روسی و اگر همون ایزد همون برادر اگر آزاد کنم من همین $1000 شب پرداخت میکنم. من ایزد امون به این پول ها نیاز هم ندارد. من مردم هم تو یک صدا همین بچه ایزد امون یک صدا بلند کنه تمام دیگه هیچ مشکل نیست برای ایزد امون. بله برادر ما دایم تیاریم برای برادرم. زنده باشه برادر عزیز. مقصد هر چیز زودتر برادر ما رو آزاد کنن. بله تشکر به شما. زنده باشه برادر عزیز. حالا باز یک بار دیگه اعلام میکنم تماشابینان عزیز نزدیک به 1800 نفر ما را تماشا میکنند اما همگی 1300 نفر لایک مانده اند 500 نفر حالا نه لایک مانده اند نه دیسلایک مانده اند. آخر یکی را انتخاب کنید پخش کنید. آخر خواهش میکنم از یکایی که شما نفرانی که تگمه لایک را پخش نکردید خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و کسانی که به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه نشدید تگمه ابونه شدن را پخش کنید و به کانال یوتیوبی ما خواهش میکنم ابونه شوید. و برادران عزیز حالا باز نوبت را به شما میدهیم و نفر با نام مهاجر اینجا میخواهند صحبت کنند. بفرمایید مهاجر. باز یک بار دیگه سلام علیکم اکای شوقت. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. بسیار بچه خیره همزه بودیم بورد دیگه قرار نمیگیره نم بود اومدید اینجا مردم دو ای مردم تاجیک ای ملت تاجیک و فرقش نه همه جمهوری تاجیکستان شهروندو بزرگی تا شد دویم بار برآمد قدیس کرد. برادر لطفا زودتر خواهش میکنم. اینجا چند نفر من صدو پیشنهاد دارم تاش تا چند سوم در کار ما میتیم و چند سوم و یگان چی در کار نیست و اولادی بدبخت. ما فقط باید متحد باشیم. ما باید برویم تا که گپ مثلا ای گپ زنی زبان ما موی سر برآورده. بله ما باید برویم جای مرا میکشن کسی را میکشن که ما جای بحر خودمون گذشتگیم. ما باید همه اجایه شویم. این ماجرایی که خیلی جوانن ولی تاریخ خود چه ساز نمیدونه در اینجا آمده به پروگی کردستان ولی عاقبت تنوای دو در 3-4-5 سال دیگه هم خیلی گذاره و بشه به پشیمان میشه. بله ما باید یک باید باشیم. باید بی‌پروایی نکرد. بله انا مقصد این وزیرای که چند بچهای کم بغل بردن محکم کردن برای چی و دختر از 6 کارچه زدن اون کشتاری وره وجه اما جنایتکار را بقب نکردن او پسرچه را تجاوز کردن برای چی یا در اگان خیلی رسمی در تلویزیون ما نیست خیلی که رسمی که ما را داشتیم و فقط در تلویزیون مردم دیسکتیک باشه تمام و سلام دیگه هیچی لازم نیست از در تلویزیون. عمرعلی قوتوف بفرمایید. برادر مهاجر تشکر به شما. عمرعلی قوتوف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا برادر عزیز عمرعلی قوتوف لطفا صبر کنید. دوستان عزیز بسیار نفران شکایت کرده شدن که به استودیو وارد شده نتوانسته شدن برای اینکه در استودیو الکی 10 نفر انتظار سخن کردن هستند. نفرانی که داخل شده نتوانسته شدید خواهش میکنم کوشش وارد شدن کنید و کسانی که اینجا سخن کردید سخنتون به تمام رسید و خواهش میکنم از استودیو خارج شوید چون تا اینکه دیگران وارد شوند. بفرمایید برادر عمرعلی قوتوف. یک بار دیگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. اکای شوکت این با فکر ما که برای مردم توجیک با مخبر خودمونه همین سخن کردن حیفه. بله باور کنیم برادر حیف نیست سخن کردن حیف نیست. گوش کنی اکای شوکت گوش کنی نیا کنی شما روزی نیستم. امومالی گوش کنی اکای شوکت امومالی درباره سطر گپ زد به غرض مخالفو یگون کس نبرومد سخن نکرد. بله مشتور محکم کرد به غرض مخالفو یگون کس سخن نکرد.
мач сатра ман кад ришора бурид به غرض مخالفه هم کس گپ نزد اون مرحله قوت کش هم کس گپ نزد ایزد امون برد هم کس گپ نزد اینا شما اینا مثال اکه محمد اقبال اینا صدردی اونا کی اکه حسین هم قبچو گپ میده یک کلاس بچخه یک کلاس نمیچخم به خدا قسم مردم با تمام میترسن که اکه شما درباره اکه ایزد امون گپ زدین چی مردم برای اگم یوردن میکنن هم عقفه زندگی خچبانو میخواد قسم پرواش ندارن. برادر عزیز من به سمع شما میرسونم که ده ها نه صدها نفر من میشناسم ولی شخصا من نمیشناختگی یک سو شما آسوده باشید شما مطمئن باشید که ده ها نه صدها نفر هست با من در تماس هستند که در غم عزت امون هستند در غم آزادی عزت امون هستند همه ما در غم عزت امونیم نه فقط مردمی عادی حتی نفرانی که در مقامات کار میکنند میدانند که عزت امون مظلوم است میدانند که عزت امون را بدون هیچ جرم بدون هیچ گناه فقط به خاطر زبانش را بستند فقط به خاطر آن که عزت امون حرمتش احترامش از رئیس جمهور بالاتر است از دلخواه وزیر بالاتر است بله احترام عزت امون در نزد مردم بالاتر است از دلخواه وزیر دلخواه رئیس کمیته وزارت دیگه و هکذا ها حتی از امام علی رحمان برای همینو بیچاره پشت پنجره زندان شد. اکه شوکت بله شما راست میگین نه که چی با ما نمیخیزین همه ما توجیکو یوردم جا تمام شرایط قرار داریم که برادر عزیز در شرایط قرار داریم که حالا با درون خانه های مردم زده در آمده رفته ایستاده است این نابکاران این ظالمان این بیخردان مردم دهانش را کشوده نتوانسته ایستاده است برای چی برای آن که برادر عزیز اینها مردم را با خونریزی تهدید کرده شدن. حالا ببینید اکه شوکت اینا گوش کنیم مایلش همین برنامه ها را حالا شما پیگیری کنید اکثریت طرفداران حکومت میبرایند هیچ گفتنی ندارم بجز اینکه شما خونریزی را میخواهید شما سال 92 را میخواهید یعنی تهدید میکنن که اگر شما آزادی را طلب کنید اگر شما پیشرفت را طلب کنید ترقیات را طلب کنید ما خون شما را میریزیم شما باید به همین عقل ماندگی صبر کنید شما باید به همین ظلم و ضلالت ما صبر کنید به همین بی‌سوادی کورسوادی ما باید صبر کنید به همین دزدی غارتگری ما باید شما صبر کنید آنها این را گفته این را به شما گفته ایستادن در همین حالت حالا شما برآمده گپ زده ایستاده اینجا ده ها نفر برآمده نوبت پایده ایستادن که گپ بزنن گفته این خیلی کاری کلان است برادر عزیز تشکر بله برادر عزیز یکون چیز اضافه کردنی هست خواهش میکنم زودتر آخران سخن اینا بله شما راست میگه اینا ما نمیبریم مقصد ما در مثال ما در ظلم میکنن نمیشه اقلا همین مردم کلاس بجخنه کلاس هم کلاس چه بجخ شما رو کی میبینه میفهمد همین برادر در زمین نماند دوستان نفرانی که ما رو تماشا کرده شده یک بار کلاس بجخن خیر راست خوی هم تماشا میکنم بخدوم میترسن کلاس بجخن و هم کلاس خدا نگهبان من 100 نفر گپ شما رو گوش کردم به یک بارگی سلامت باشید برادر خیر راست خوی کلاس نمیشه کجا تماشا میکنیم تشکر به شما حالا زنگ را از واتساپ قبول میکنیم الو ایمو بوده است از ایمو قبول میکنیم بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیلی برادر شفقت الحمدلله شکر خدا خوبم بفرمایید برادر عزیز یگان پیشنهاد برادر ما در همین قضیه بله من در همین قضیه مرزی افغانستان صحبت کردنی بودم طالبا از روزی که گروهشون تشکیل شدگی است در درون افغانستان در یگان مرزی همسایت تا جای من یاد دارم حمله کردگی ضرر رساندگی نیستند در دولت همسایه‌شون این یک دروغ است به فکرم من 100% باور دارم که اونا حتی باز اومدن در روسیه هم گفتن که ما بعد مرزهای همسایه ها وارد اینا فقط مردم هم میترسونن که انا این روز طالبان میدارن انا پگم میدارن انا پگای دیگه میدارن مردم باید در حالت وحشت زدگی قرار داشته باشه که اینا تمام حکومتشون دوام دادن بگیرن بله برادر عزیز بعد در قضیه ایزد امون یک چیز دیگر گفتنی هستم
بفرمایید. در قضیه ایزد امون یک برادر دیگر پیشتر به اومد گفت که هیچ کس سوم جمع نمیکنه. شخصا من آماده هستم که هر چقدر اینم در پیشم پول دارم همه شب من میتیم آزادش کنم. بله ببینید همه برآمده ایستاده است که آماده است. یک چیز دیگه برادر عزیز، حالا ببینید یک نفر به من تا زمانی که برادر عزیز تا زمانی که ما مردم در میدان نبرویم اینو آزاد نمیکنیم. تشکر به شما. تشکر. یک نفر به من از روسیه از ایرکوتسک زنگ زد، گفت که اکای شوکت به شما خویش و تباری اکای ایزد امان باور میکند و آیا شما همون مبلغی که ایزد امان را تهمت کرده ایستادن گفته ایستادن که فلان قدر قرضدار است، شما شرایطی همون مبلغ را به ایزد امان رسانیدن دارید؟ من آماده هستم تمام قرض ایزد امان رو روی پوش کنم. از ایرکوتسک زنگ زدم برادران. یا بگیرید یک نفر. تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک نفر دیگر با نام مهاجر میخواهند صحبت کنند. السلام علیکم اکای شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شفقت من چی گفتنی بدم؟ اکا باور کنید این مبلغ اگر حوزه رحمان دونه که من میگم که 1 میلیون قرضدار بتیه، اگر بدونه که مهاجران نمیتیم همین میگه که هم 1 میلیون قرضدار میستن. نکن ببینه هر روز اینا میقپا دایی چی تهمتش میکنه میبینه که مهاجر چی گفت، با میبینه که مهاجر خاموش است، باید چی دیگه در تهمتش میکنه، با 2 ماه دیگه اوس میبره که مهاجر که بینه که هم مهاجر چی خفن یا که با ایزد امان گفته سیان خیلی نتی حالی بیسته با یه محقق دیگه تیم که مهاجر رو خف میکنن. هم خیلی رفته ایستن. به خدا قسم اگر همه پول رسیل چیزی که کار میکنه مهاجر روی کنه و یا خرسند میشون و خفه نمیشون و یا با دوام میتیم برای همون ما نه با مبلغ در زندان های تاجیکستان نه یک ایزد امان بلکه صدها ایزد امان هم هست. نیکم خدمت ایزد امان برای ما مهاجر کرد. این خیلی کسی که نکرده بود در روسیه. برای همین من پیشنهاد همین من که با پول ایزد امان خریده نمیشه. او حکومت از او باید ما با او مبلغ ندهیم. همین گرانیت میتیم من مبلغ میتیم. ببینید ازبکو در 3000 روبل از مسکو دوشنبه رفته ازبکستان رفته ایستادن. ما همین قدر میتیم. همین حکومت سیر کرد نکرد بلکه گوشنتر شد گرسنتر شد. ما با پول ما باید مثل امریکا یک دولت سانکسیا میکنه، ما ملت باید حکومت سانکسیا کنیم. سانکسیا چیه؟ ما باید هر چی قدر بتونه مبلغ ندیم. ما باید گرچنده که زلال حکومت میشه ما باید اکونومیکش در تزنیم. ما زنیم که همون جمیده نتونه. باور کنه همین است. اگر ما چنده که اینمی هر یک مهاجر 1 سال اگر $5000 کار کرد روی کرد و از حکومت التجا کرد که همین ملت به همون روی خودش مونه که باور کنه نمیمونن. از این حکومت یگان چیز نیک انتظار نباشه. ایزد امان فقط من تبلیغ من باید با تمام رسانه ها با تمام جاها باید نخاموش باشیم. شکرانه که من امروز تمام مهاجر و تمام برادرها را میبینم میگم ما این برنامه را گوش میکنیم. ما باور کنیم از همین حکومت هم خسته و بیزاریم. باور کنیم من امروز همین برادرها را میبینم در همین من خرسندم. نکیم فقط که باید اکتیو باشیم نه اینکه همو داید تای جوگه خو خیو من ناراضیم. نه باید اکتیو چیکار کنیم فکر کنیم که چیکار کنیم که همین حکومت شکست خود به خود شکست بخوره. همین لینگوش بشکنه خود به خود. همین ما باید باور کنیم تمام زندان. برادران عزیز حالا با دقیقه های به شمار مونده است. همگی 2 دقیقه ما وقت داریم ولی نفرانی که وارد برنامه شده‌اند حالا چند نفر دیگر هستند خواهش میکنم کوتاه فکرهای خود را گویید
چونکه این برنامه ما در تلویزیون حالا پخش شده است در تلویزیون ماهواره پیام تنی و بعد از برنامه ما ساعت مسکو سوال روز آغاز می شود. حالا برادر عمر بفرمایید. عمر گپ زدید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا شاکر سو سلامتیتون خوبه؟ امیدوارم شما هم سالم سلامت باشید. خداوند سعود باشین. اول آزادی با اکای ایزت امون طلب میکنیم آیا وزیر شنوم دونم وزیر کار داخلی بودگوش هوانمو خاطر آزادی که مردم با خدا قسم با پول نمیشوه مقصد پول هر چنده که پول گفته سن همین مردم تاجرها همه پول قطعی کار نیست که با پول حل شوه. اینا فقط ما باید اینجا جاست که سخت بیستیم که آزادش کنیم. تمام آزادی همون ما میخواهیم و با پول نمیتونیم را اگر نمیام میلیون دلار بگو 8 میلیون دلار از خود کرد زد امونا برد اگه تدت با 3 میلیون 2 میلیون 10 میلیون ترا میتونن تا او زد امونا اورن امی باید پسی پنجره کنن باید زندانش کنن با ان امی خاطر و گرفتن بردگی انشه. ما آزادی او را میخوایم که در آزادی دائم روسیه به نام الله مرا پدرم همین کاری که در کرانتین ایزت امون کردگه در حق ما کدشکا روغن آرد پیاز همه چیز دیگه با خدا قسم پدرم کردگه نیست دائم روسیه یا مرا نه همین ویس ما خودم میدونم آدمایی را که با بدن در اینجا ما همون آدمایی که یک نان خوردگن یا به خوب شیندگن ایزت امون خیلی میگم التماس میکنم که بخیزین گپ زنین طلب کنین پول مول نه آزادی ایزت امون تمام اینا میخچه ما همه برادرایی که ایزت امون یک سخن خوب شیندگن یا کدشکا خوردگن یا روغن یا آب خوردگن باید دعوا کنیم. تشکر به شما برادر عزیز. آزادی به ایزت امون گپ زنید. خواهش میکنم کوتاه مختصر مختصر. سلام علیکم برادران. بفرمایید. اکای شوکت نغزین خوبه سلامتی خوب. تشکر به شما برادر عزیز. بفرمایید. چه گفتنی هست؟ وقت سوز باشین سلامت باشین. ما همین برای قضیه اکای ایزت امون ای کارمندان حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش نه طلب میکنیم که اکای ایزت امون هر چیز زودتر آزاد کنن. ما هیچ وقت را فراموش نمیکنیم در برش هستیم. زنده باشید. نفر دیگر رو بپیوندید. زنده باشید برادر عزیز. اکا جان بفرمایید. اکا جان گفتید بفرمایید. اکا جان گپ بزنید. علیکم السلام علیکم. ساکت شما هستم متناز خودتون بفرمایید برادر. آزادی به ایزت امون. ها زنده باشید. تشکر به شما برادر عزیز. آزادی به ایزت امون. میخوایم ایزت امون را آزادی بینیم. بفرمایید. امیر الو گپ زنید. آواز ما میاد که میباید آوازتان زودتر بفرمایید برادر عزیز وقتمون تنگ است. همین ما یک ساعت پیش گوش کردیم یا برادر گفت که همین به نام ایزت امون یگان شهرمونه ما همینجا سرازا اوجه 200 آدم نومنویس کردن ایده برگاده همین یا دنگره را یا سیبیستانه به نام همون میمونه. به نام ایزت امون دنگره رو میمونیم یا دنگره یا سیبیستان یگان شهر شده. کانگورتا مونیم چی خیل میشود کانگورتا عجایبات میشود. ها زنده باشید انشالله از پیش میشیم خدا خواهد. منم طرفدار من دست برداشتم 201 نفر من. امین بفرمایید. امین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر وقت تنگ میدونم ما هم قید کرده میدونم که رحمت و پدرتون که تو شما همین ایزت امون هیچ وقت فراموش نکردین. خداوند برکتتون بده. هم درباره ایزت امون برنامه‌های زیاد میکنیم خدا خواهد. ان شاء الله باید گفت. ما همیش در ایران شدم که ما یگو میبینم نماینده میگن یک نکیم شما ایمینای امیره برنامه همون برنامه مقصد شما کردین. خداوند برکتتون بده. همیشه هم خیلی دیگه برنامه رو هم برای ایزت امون هم خیلی رنگ همی آزیر نوری رنگ همی آزیر نوری گفتنی هستم که خلق کرغیز ای سپیسیال نکردیسه ای همه دگاور پالیتیکای یورا کردیسه که همون توشتو هم خیلی بعد همه دولت افغانستان در
اوجا جو بجا میشن این سنواست میگن خیلی ما نفهمیدیم اومدن زدن گرفتن برای که ما خلقمون توانایی داره ما خلقمون به همی کدمن بیل قطعی در کار باشه میگیرن همونجا نکیم و رسنی افغانستان وای کدیسانو نمشه میگن ما با بدیم اینا اینجا رو گرفتن بله ماشاءالله انا گفتنی هستم که خلق آماده باشین انشالله اگر هیچی نباشه برای نمی عزت امون اگر همی کلغاوس خوب بسر اگر دفع کنیم انشالله دیگه نه قرغز ماده چی میکنه نه یگان چی میکنه یگان کس ماده دیگه لیزید که نمیتونه در اما افغانستان هم و هم چه خیلی باشه نباشه و هم دولت خچون در کار داره برای کی و هم دولت خچون رنگ هم دولت خدمه وری دیکتاتوری های با فکرم یا اگان نامشه اگان گپ چپی هسته که هم خیلی مقصد یا ناراضیان اگر هم دولت خدمه وری هم خیلی دیکتاتوری های با هم خاطر یا مخیزن هم خیلی گپ چپ میشه تشکر عزیز خیلی پیشنهادتون خوب بود حالا یک زنگ از واتساپ ما رو انتظار است آخرین زنگی که ما قبول میکنیم از واتساپ این است و با همین برنامه رو به اتمام میرسونیم نفری که از واتساپ زنگ زده شده بفرمایید زودتر گپ زنید خواهش میکنم الو گوش میکنم شما رو الو بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر بخشش یک گپ بسیار میامیده همین عزت امون وای با گفتهای شما وای هوی نمیکنن شده نمیکنن وای انشالله هوی میکنن انشالله آزادش میکنن نه ایو تبر مسلمان هم با گندگی قطعی فقط با گندگی قطعی این رو ندارن که برادر تشکر به شما زنگ‌ها رو قبول زنگ‌ها به آخر رسید خواهش میکنم دیگه وارد استودیو شدن رو حرکت نکنید کسانی که میخواهید این گونه برنامه را تماشا کنید حالا برنامه سوال روز در کانال ازدا تیوی آغاز شده است خواهش میکنم از او استفاده کنید اگر خواهشش را داشته باشید و تماشابینان عزیز حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش آزاد کردن عزت امان را ندارد نه فقط عزت امان یگان زندانی سیاسی را خواهش آزاد کردن را ندارد و خواهشش این است که هر کسی که صدا دارد هر کسی که گفتنی دارد و هر کسی که آزادی را میخواهد پیشرفت را میخواهد ترقیات را میخواهد باید او را برده پشت پنجره زندان کرد زبانش را دوخت تا اینکه به دزدی اینها به غارت اینها هیچ کس خلل نرساند اما باید اینجا ما کوشش کنیم باید اینجا ما غیرت کنیم و حکومت جمهوری تاجیکستان را وادار به این کنیم که زندانی های سیاسی را آزاد کند عزت امان سید عمر حسینی محمد علی حید زبیدالله رازق عبدالقهار دولت و دیگه و هاکذا زندانیان سیاسی زید سعید همه را آزاد کند باید آزاد کند ما به این باید کوشش کنیم غیرت کنیم مردم عزیز مردم شرفمند ما باید حکومت را به این وادار کنیم حکومت رو به این وادار کنیم که دیگر به ما حقی پیشرفت کردن ترقی کردن آزاد بودن را بدهد و این را که از اودش نبرآمد باید جلو خوری کند ما آزادی رو میخواهیم ترقیات رو میخواهیم پیشرفت رو میخواهیم سرسانی سرگردانی در کشورهای خارجه بس است ما در وطن خودمان زندگی کردن میخواهیم سربلند و پیروز باشید برادران عزیز خواهران گرامی آنهایی که ما را پیگیری کردید در برنامه ما اشتراک کردید سخنرانی کردید ما را تماشا کردید به دیگران توصیه کردید به یک و یک شما تشکر زیاد و آنهایی که بعد از تمام شدن برنامه وقتتون نبود در وقت برنامه بعد از تمام شدن برنامه ما را تماشا میکنید به شما نیز تشکر زیاد سلامت و سربلند و پیروز باشید به امید آزادی عزت امان ها به امید آزادی زندانیان سیاسی به امید تحکیم حفظ مرز کشور به امید خانه آبادی یک و یک شما برنامه امروزه دیدگاه به اتمام رسید یک و یکتان را به الله پاک میسپارم سربلند و پیروز باشید برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه